بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و علی آل محمد كما صليت على ابراهیم و علی آل ابراهیم انك حمید مجید و بارک علی محمد و علی آل محمد كما باركت على ابراهیم و علی آل ابراهیم انك حمید مجید. سلام عرض میکنم خدمت همه شما بینندگان عزیز و ارجمند، مهربانانی که افتخار دادید با حضورتون در جلوی گرنده ها تا اینکه یک بار دیگر در خدمت شما عزیزان باشیم با یکی دیگر از برنامه‌های سفره دل. اگر در 3 برنامه گذشته هم ما رو یاری کرده باشید حتما در جریان هستید که ما این 4مین برنامه‌ای هست که درباره موضوعات مرتبط به سحر و جادو و عالم جن و آن چیزی که در این باب و در این موضوع مطرح میشه صحبت میکنیم با حضرت مولانا عبدالقدوس دهقان، کارشناس محترم برنامه در این موضوع. و همونجوری که به شما عزیزان وعده داده بودیم در ادامه بررسی موضوعهای هفته‌های گذشته بعد از اینکه درباره سحر و درباره جادو و راه‌های علاجش صحبت کردیم و در برنامه گذشته هم درباره چشم زخم و اسبابش و انواعش و راه حل‌ها و درمانش و حقیقتش صحبت کردیم. این برنامه انشاءالله باز در همین میدان در 2 موضوع دیگر هم انشاءالله با شما عزیزان صحبت خواهیم کرد. موضوعی که خیلی در بین جامعه مشاهده میشه متاسفانه، یکی از موضوعاتی که خیلی ها رو به خودش مشغول کرده و خیلی ها رو فریب داده، یک بازاری شده برای بسیاری که از اون دارن سوء استفاده میکنن برای تاراج اعتقاد و باور و مال و ناموس دیگران. موضوعی است به نام فالگیری، در اصطلاح عامیانه ما آنچه که امروز به اسم فالگیری مشهور است و اقسام انواع مختلفی داره که انشاءالله در این باب به تفصیل با جناب مولانا صحبت خواهیم کرد در این موضوع انشاءالله که امروز هم به مانند برنامه‌های گذشته برنامه خودتون رو یاری خواهید کرد و سعی می‌کنیم انشاءالله در برنامه امروز هم سوال‌هایی رو که باقی مونده از شما عزیزان اگر تا به حال به پاسخش نرسیدید انشاءالله هر آن چیزی رو که احساس بکنیم باقی مونده پاسخش از موضوعات هفته‌های گذشته و موضوع امروز انشاءالله مطرح خواهیم کرد تا به پاسخ این موارد برسیم. من در ابتدا از طرف خودم و به نمایندگی از شما بسیار خوشحالم از اینکه حضرت مولانا بار دیگر این افتخار رو دادن تا در خدمتشون باشیم. این 4مین برنامه متوالی هست که قدم رنجه میفرمایند، قدم بر دیدگان ما میگذارن و تشریف میارن به سفره دل و جای بسی افتخار است و شادمانی. من سلام عرض میکنم و ادب و احترام تقدیم میکنم خدمت حضرت مولانا عبدالقدوس دهقان در سفره دل. جناب مولانا خوش آمدید. در مقابل با تحیت و درود اسلامی و جمله زیبای السلام علیکم و رحمت الله و برکاته خدمت شما و خدمت تمامی بینندگان عزیز عرض سلام و ادب دارم و امیدوار هستم که این سلامتی رو ما در دین خودمون، در بدن و در روح و روان خودمون و در دنیا و آخرت انشالله همراه داشته باشیم. آمین. حضرت مولانا اجازه بدید ما مستقیم بریم سر اصل مطلب، چون چند برنامه است که ما همیشه وقت کم بریم در پایان میخوام از فرصت بهتر استفاده بکنیم. درباره فالگیری در ابتدا اگر تعریفی داشته باشید، حالا به صورت مختصر در موضوع فالگیری، وقتی ما صحبت از فالگیری میکنیم معنا و مفهوم چی است؟ بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و اصلی و اسلم علی صفوة خلقه محمد و علی آله و صحبه اجمعین. در مورد فالگیری، اون چیزی که امروزه داب هست و به عنوان فالگیری شمرده می شود و اسمش رو گذاشتن فالگیری، بهتر است که یک تفکیکی در این زمینه صورت بگیره. در روایات اسلامی بحث فال یک چیز دیگر هست و بحث این چیزی که امروزه به عنوان فال شمرده می شود و در جامعه معروف شده که این فال هست، این به عنوان یک عنوان دیگر هست و یک نام دیگری داره در شریعت اسلامی. اگر که بخوایم ترجمهش بکنیم به زبان فارسی به معنی بدشگونی هست.
یعنی اون چیزی که ما در فارسی بهش میگن فال در اصل همون بدشگونی هست. همون بدشگونی هست و فال یک تفاوتی رو داره با بدشگونی و تعریف عربیش و اصطلاح حدیثیش که طیره هست یک تفاوتی رو با هم دیگر دارن و بحثی که بیشتر مطرح هست در مورد فال جایز نیست، اون فالی که جایز هست، مباهه و استفاده کردن از اون هیچ گونه نه شرکی هست و نه هم خلاف عقیده و باور اسلامی هست، اون یه بحث جداگانه هست و این مواردی که امروزه مشخص می شوند و به عنوان فال و فالگیری مطرح می شوند بیشتر اینها در واقع یک نوع بدشگونی هست تا اینکه یک فال حسن و فال نیک و صالحی باشه. پس بنابراین در مورد طیره در لفظ حدیث رسول الله صلی الله علیه و سلم اومده که به معنی بدشگونی هست و از خود کلمه بدشگونی یعنی یک چیز در واقع میشه که همون فال نیک و فال بد، بدشگونی در واقع همون فال بد هست و این چیزی که امروزه بیشتر انسان سراغش میراد همون فال بد هست و اون چیزی که بیشتر در روایات هم بر اون تاکید شده که یک بعد اعتقادی و جنبه باور اسلامی بیشتر داره که مخالف با اعتقاد اسلامی هست همون بدشگونی و فال بد در واقع هست. بدین خاطر بدشگونی رو من این گونه تعریف میکنم یعنی هر چیزی که از آن انسان در واقع واهمه و بیم شر داشته باشه، از آن بترسد که فلان چیز فلان اتفاق برای من شر خواهد بود، یک شری رو برای من در پی خواهد داشت. اما از این که تمامی انواع فاله ها و بدشگونی ها و بدفالی هایی که وجود دارند تمام اینها به صورت کلی وجهشون و وجه مشترکشون این است که از موردی که انسان بیم و واهمه شر و بدی رو داشته باشه اینها در یک مجموعه کلی داخل می شوند به نام بدشگونی، به تعبیر حدیثی همون طیره هست که یک حکم کاملا جداگانه‌ای داره از اون فال نیک و فال حسن. پس شما میفهمید که ما اون چیزی که در فارسی به اون میگیم فالگیری در عربی تعبیر طیره براش استفاده میشه در قرآن و حدیث. بله، به صورت کلی اون چیزی که بیشتر یعنی یک نوع ضرر هست به خاطر دفع ضرر یا به خاطر جلب منفعت انسان یک کاری رو انجام بده، اینو در شریعت اسلامی و در احادیث رسول الله صلی الله علیه و سلم اسمش طیره هست، نه فال. خب حالا در همین موضوع طیره که همون به اصطلاح معادل عربی فارسی، معادل عربی لفظ فالگیری در فارسی هست، در قرآن و حدیث اگر بخوایم مراجعه بکنیم تا بیشتر ما آشنا بشیم با اون اصطلاحی که در فارسی داریم دیگه، معادل عربیش که میشه طیره، در قرآن و حدیث در این باب چه میابیم؟ این اعتقاد بدشگونی یا به تعبیر دیگر فال بد گرفتن از دیرباز در میان ملت ها و انسان ها وجود داشته و یک تاریخ و پیشینه بسیار طولانی رو داره و اون چی که در قرآن اومده اشاراتی به این مطلب شده که فال گرفته شده و الله متعال اون در واقع رد می کند که به هیچ عنوان این فال بد و بدشگونی نمیتواند که واقعیتی رو داشته باشد. من جمله در سوره اعراف در بحث موسی و فرعون میبینیم که الله متعال خود فرعونیان عادتشون این بوده، یعنی این گونه فال بد میگرفتن که اگر دچار قحط سالی میشدن میگفتن این به خاطر شومی موسی و بنی اسرائیل هست، به خاطر شومی موسی و بنی اسرائیل هست. این یک فال بدی رو میگرفتن به انسانهای نیکوکار و در اون زمان پیامبر الله که حضرت موسی علیه السلام بود و امروزه هم متاسفانه این نوع بدشگونی و فال بد هم در بسیار از جوامع وجود داره. یک انسان ملتزمی رو ببینند، یک انسان پایبندی رو ببینند، انسان معتقدی رو ببینند، احساس ضیق و تنگی میکنند، راحت نیستند با اون و اینو به فال بد در واقع میگیرند. الله متعال در این زمینه اشاره میکند به این جریانی که فرعون و فرعونیان فال بد میگرفتند به حضرت موسی علیه السلام که فاذا جاءتهم الحسنه قالوا لنا هذه، وقتی که بهشون یک خوبی میرسید، امن و امانی میرسید، نعمتی میرسید، سرسبزی میومد، گفتن خب این شایسته ما هست، این از آن ما هست، مال خودمونه، لیاقت اینو ما داریم. و این تصبهم سیئه یطیروا بموسی و من معه، همین که یک مصیبتی میومد، قحط سالی میومد، باد و طوفانی میومد، میگفتن این به خاطر شومی و نحوست موسی و کسانی هست که همراه موسی هستند. الا انما طائرهم عند الله، این چیزی است که نزد الله متعال هست، شما نمیدونید از
واقعیت و اتفاقاتی که در آینده میافتد و این در واقع فالی که شما گرفتید یا بچگونی که شما گرفتید هیچ گونه واقعیتی رو ندارد، ولکن اکثرهم لا یعلمون، بیشتر مردم نمیدونند، دوچار چنین خرافاتی هستند. من جمله که اشاره آیه به فرعون و فرعونیان هست. پس بنابراین در آیات قرآن و آیات دیگری هم اشاره شده. پس به این نتیجه میرسیم که فال در ادیان گذشته یا در ملت‌های گذشته وجود داشته و اساساً چه بسا تاریخ این بر بگرده به تاریخ خود بشریت و انسانیت. این بچگونی و شوم دانستن برخی از افراد یا اماکن یا زمانها. بله، برخی از افراد باشه یا اماکن باشه، زمانها باشه، برخی از اشیا باشه، برخی از حرکات و اخلاقها باشه، برخی از آهات و آفتها باشه. به صورت کلی انواع خیلی گسترده و بزرگی در واقع داره. این در قرآن کریم به این اشاره شده و در روایات اسلامی وقتی که برمیگردیم، روایات صحیح و صریح اهل سنت و الجماعت که بارها من عرض کردم که صحیح ترینشون صحیح بخاری و مسلم هست و اون چیزی که هم بخاری آورده باشه و هم مسلم اون روایت کرده باشه که در بالاترین درجه صحت و متفق علیه هست. روایتی هست از حضرت ابو هریره رضی الله تعالی عنه که ایشون میگوید که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند لا عدوى ولا طیرة و احب الفعل الصالح. عدوا و طیره یعنی بیماری واگیرداری که به نفسهی واگیردار باشه و به دیگران متعدی بشه، سرایت بکنه، چون این چیزی وجود ندارد. یعنی که به نفسهی یعنی خود به خود یعنی چی باشه؟ یعنی این برمیگردن عقیده انسان رو به این که از رسول الله صلی الله علیه و سلم در این زمینه سوال کردند که چگونه به اصطلاح بیماری واگیردار وجود نداره، در صورتی ما میبینیم در یک گله فرض کن که شتر میبینیم که یک شتری بیمار هست، بیماری گر گرفته و دیگران سرایت میکنه. مثلا از بوزگر گله رو گر میکنه. بله. رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند فمن اعدل اول، اون اولی رو از کجا این به اصطلاح سرایت کرده گرفته؟ من بهش برمیگرده به این که تقدیر الله متعال بوده و چه بسا در مواردی هست که انسان در یک محیطی هست که وبا زده هست، طاعونی در آن افتاده، به تعبیر دیگر بیماری های واگیرداری هست، بدون این که هیچ گونه عملی رو انجام بده و هیچ گونه پیشگیری رو بکنه این فرد مبتلا نمیشه. پس بنابراین خود این بیماری فی ذاته و به نفسه هیچ گونه سرایتی رو ندارد. این برمیگرده به تقدیر الله متعال. هر کسی اعتقادی داره که انسان اعتقاد داشته باشه که همیشه به دست الله، همه چیز به دست الله هست. چه بسا انسان اصلا در معرض چنین وبای قرار نگیرد و وبا بگیرد و چه بسا در معرض وبا قرار بگیرد اما مبتلا به چنین وبایی نشود. با رعایت مواردی که حالا اگر دید جایی که مثلا بیماری هست و مصیبت هست، خودش رو بندازه تو مهلکه. بله، اون که در شریعت اسلامی بونم تاکید شده پرهیز بکنه، دوا و درمان پیشگیری یک امر کاملا طبیعی هست و قرآن کریم و احادیث رسول الله صلی الله علیه و سلم با این اصل کاملا هماهنگ و همسو هستند. خب در این روایت اومده ولا طیره، طیره وجود نداره. اصل طیره از ماده طائر گرفته شده، از پرنده. به این معنی که در زمان جاهلیت نوع فالشون، بدشگونیشون یا اینکه فالینیکشون با پرنده بوده. وقتی که مثلا میرفتند یا یک پرنده رو خودشون دستی میبردند یک جایی مینوشاندند و دوباره مثلا اونو به پرواز در می اومدن، اگر به سمت راست میرفت یک فالی میگرفتن، سمت چپ میرفت یک فالی میگرفتن. خصوصا وقتی میخواستن به سفر برم، اگر که سمت راست میرفت یک معنی داشت، سمت چپ میرفت یک معنی داشت. یعنی مسیرشون رو ببخشید میگم، یعنی هدفشون رو بر اساس حرکت این پرنده تعیین میکردن که انجام بدن این کاری انجام ندن. قطعا یعنی این کار رو انجام بدن خیر هست یا اینکه انجام ندن شره. اینو باز همین نوع پرواز پرنده یا اصلا این نوع خود پرنده، مثلا بومی جغدی مثلا بر خونه کسی می نشست یا در وقتی که از شهر خارج می شدند یکی از این کلاغی می دیدند یا بوم و جغدی رو می دیدند، این دیگه فال بدی بود، دوباره از سفر برمیگشتند. یعنی عملا اون کاری رو که تصمیم داشتن از اون تصمیم خودشون باز می اومدن. یعنی احساس میکنن که الان دیگه این به نفع ما نیست. به نفع ما نیست. چون این پرنده اومد یا این شخص یا این افراد یا این وضعیت رو دیدیم، دیگه صلاح نیست که به سفر بریم. و در ادامه همین روایت رسول الله صلی الله علیه و سلم میفرماند و احب الفعل الصالح، من فعل نیک رو دوست دارم.
فال نیک رو من دوست دارم. در روایت دیگر که باز هم در صحیحین وجود دارد، روایتی هست که رسول الله صلی الله علیه وسلم همین جمله رو فرمودند با یک تعبیر دیگر، با یک اختلاف کوچیکی هست که لا عدوا ولا طیرة و یعجبنی الفال و یعجبنی. در روایت اول اومده بود که و احب الفعل الصالح و در روایت دوم هست یعجبنی الفال، من از فال خوشم میاد، از طیره و بدشگونی خوشم نمیاد، اون وجودی نداره. انسان نباید به خاطر اینکه کسی بدشگونی گرفته، فال بدی گرفته، از انجام کاری منصرف بشه. این مورد شرعی در واقع نداره، اما از فال من قبول دارم و خوشم میاد، اینو تایید میکنم. سوال کردند از رسول الله صلی الله علیه و سلم خب فال چیست؟ این فالی که شما میگید که بدشگونی نیست اما فال من قبول دارم، این فال چی هست؟ رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند الکلمة الطیبه، گفتار نیک هست، حرف خوش هست. یا به طور مثال یکی از فالهایی که رسول الله صلی الله علیه و سلم گرفتن در زمان صلح حدیبیه، وقتی که داشتند که مشرکین نمیگذاشتند که مسلمانان وارد مکه بشن و اصحاب رسول الله صلی الله علیه و سلم با تأخیر چندین ساله‌ای که در غربت بودند با این امید که برند وارد مکه بشن، به شهر خودشون برن، عمره رو انجام بدن، رفته بودند، اما در صلح حدیبیه در واقع مجبور شدند که از اونجا بازگردند و دچار مشکل شدند. یکی از نمایندگان مشرکین فردی اومد به نام سهیل که با رسول الله صلی الله علیه و سلم مذاکره بکنند. از همین نام سهیل، سهیل به معنی کار آسان، کار سهل، گفتن سهیل که اومد کار ما سهل شد. این یک فالی هست که از فال به اصطلاح فال نیک هست. مثلا فرض کنیم که یک فردی نشستیم یک جای، یک فردی میاد اسمش فرض کنیم که سالم هست، به سلامتی اومد. خب این با این اسمش هست، در یک جنجالی که شما گیر هستید، در یک موردی، این فالی هست، یعنی با امید این امیدوار هستید که این فال واقعیت داشته باشه و در این کارتون در واقع به اون چیزی که امیدوار هستید اون گونه در واقع حل بشه. این صرفا یک بعد اعتقادی نداره، یه انسان از یک کاری منع نمیکنه، فقط یک گفتار شیرین هست، یک کلمه زیبا هست که معنیش زیبا هست، از این در واقع یک فالی رو میگیرند و این از جانب رسول الله صلی الله علیه وسلم در واقع تایید شده. و در روایت دیگر هست از حضرت ابن مسعود رضی الله تعالی عنه که رسول الله صلی الله علیه و سلم با یک تعبیر طولانی تری این روایت رو فرمودن لا عدوا ولا طیرة ولا هامة ولا سفر، که در اینجا هامه رو و سفر رو اضافه کرده، یعنی پرنده‌ای که جغد یا امثال این که اینو در زمان جاهلیت هم شوم میدونستند و فال بد میگرفتند به این. رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودن چون این چیزی اصلا وجود ندارد، بلکه الله متعال همه رو آفریده، تمام این موجودات رو الله متعال آفریده و حیات هر چیزی رو و خوبی هایش رو و رزقش رو همه رو الله متعال آفریده و اینو تعیین کرده، مقدر کرده. با این فال بدی که شما گرفتید هیچ تأثیری در آینده، در سعادت و شقاوت یا در رزق یا در حیات و مرگ کسی چون این اتفاقی نمیافتد و هیچ تأثیری رو ندارد. و همچنین از حضرت عبدالله بن مسعود رضی الله تعالی عنه در روایت صحیح که در سنن ابو داود هست و سنن ترمذی هست که رسول الله صلی الله علیه و سلم درباره حکمش فرمودند که حکم این فالگیری چی هست، که فرمودند که الطیرة شرکن، الطیرة شرکن، که اینو چند مرتبه تکرار کردند. فالگیری یعنی بدشگونی شرک هست، بدشگونی شرک هست و به این خاطر در مطالب متعددی که در احادیث متعدد بیان شده این طیره رو خودشون لفظ کلمه طیره یعنی بدشگونی گرفتن به اتفاقات، به پرندگان یا هر موردی دیگر، این رو رسول الله صلی الله علیه و سلم جزء شرک معرفی کردند. و این برمیگرده به این که یا اینکه شرک اصغر هست یا شرک اکبر میتونه هم باشه. شرک اصغر مثلا به این که مخالف با کمال توحید هست، انسانی که اعتمادش کامل هست بر الله متعال، توکل کاملی رو دارد بر الله متعال، ایمانش کاملا ایمان پخته و کاملی هست، در واقع اگر معتقد به این باشه که این در واقع یک نوع تأثیری داره، یک نوع تأثیر داره که بگه این چیز مثلا سبب هست، نه اینکه به این اعتقادی داشته باشه که این پرنده که مثلا پرواز کرده یا این در واقع هر موردی که به اون بدشگونی بگیم، حداقلش اینه که اینو سبب بدونه برای یک کار بد، برای یک آینده بد، برای یک اتفاق بد اینو دلیل قرار بده. این در واقع شرک در اسبابه،
شرک در اسبابه که یک چیزی رو که در واقع سبب نیست و هیچ گونه ارزشی رو نداره و هیچ گونه تأثیر رو نداره، اینو در واقع مؤثر دونسته و اینو سبب قرار داده. این میشه شرک در اسباب. یا احیانا انسان به مرحله میرسد که کلا اعتقادش از الله متعال برمیگردد، 100% اعتقادش برمیگرده به همین موردی که اتفاق افتاده و همین مورد میگه که این برای من خیر و شر رو میآورد. این در واقع برمیگرده به این که خیر و شر رو کسی جز الله متعال نمیآورد و مقدر نمیکند. پس بنابراین این تبدیل میشد به شرک اکبر، در صورتی که معتقد به این باشه که این امر فی ذاته و به نفسه به اصطلاح مفید هست برای من، نافع هست یا اینکه ضرر هست. در هر دو صورت بدشگونی و فعل بد از دو خارج نیست، یا شرک اصغر هست که اینو سبب بدونن، یا شرک به اصطلاح اکبر هست که اون را مؤثر فی ذاته بدونن، تو که این در واقع به همون گونه که الله متعال مؤثر هست، مقدر هست، یک چیزی رو مقدر میکنه برای انسان، این مورد و این فعل در واقع در اون حد باشه که این همون شرک اکبر رو شمرده میشه. شما اجازه بدید کمی بحث رو نمونه‌های عملی تری درش داشته باشیم تا برای برخی از بینندگان عزیزم شاید جای سوال باشه. برخی از مواردی هست در جامعه ما که شما اشاره کردید که برخیش اصلا ریشه تاریخی در امت‌های گذشته هم داره. مثلا الان مسئله جغد رو شوم میدونن و کلاغ سیاه رو شوم میدونن خیلی ها، و مثلا همین که طرف از خونه رفت بیرون و یک کلاغ سیاهی سر راهش اومد، دیگه میگه امروز خدا خیر کنه، دیگه یک مصیبتی شاید یک بلای سر من بیاد، یا شاید اصلا منصرف بشه از کارش. یا برخی یا بعضی اعداد رو، حتی برخی روزها رو شوم میدونن، مثلا فلان روز این کار نباید بکنیم، فلان روز نمیدونم اگر ناخن بگیری فلان میشه، فلان روز اگر چیکار کنی فلان میشه، فلان. حتی بعضی از هفته ها رو، بعضی از ماه ها رو، مثلا بحث ازدواج وقتی مطرح میشه میگن بین دو عید فطر و عید و قربان اگر کسی بیاد و ازدواج بکنه این بدشگونی داره براش، یعنی این ازدواج موفقی نخواهد بود، بین دو عیدین میگن ازدواج نکنید. یا میان بعضی اعدادی مثلا عدد 13 رو بعضی شوم میدونن که همین رسم 13 به درم از همین مصیبتی مثل این گرفته میشه که هر کسی که تو خونه نباید بشینه و روز 13 هم بعد برن بیرون از خونه که اگه کسی تو خونمون بدشگونی داره. یا برخی از مناطق عدد 39 مثلا در برخی از مناطق انقدر روی این عدد حساسیت نشون میدن که طرف حتی شماره پلاک ماشین 39 باشه دیگه اصلا خیلی برداشتای بد میکنن و متاسفانه شون میدونن شماره خونه پلاک ماشین. حتی متاسفانه من شنیدم که اکابر یک قومی هم یک جای جلسه‌ای صندلی هایی که شماره گذاشته بودن شماره 39 رو نوشتن 40 منهای 1 و تا این حد مصیبت بالا رفت. اینها آیا در همین بحث شرک شما گفتید اینها هم داخل هست همشون؟ من به صورت کلی تمام این مواردی که شما به اون اشاره فرمودید و اضافه بر این موارد خیلی زیاد دیگری وجود داره که به عنوان نمونه شما اینا رو فرمودید. نمونه های مانند این که در برخی از جوامع مثلا عدسه رو بد میدونند و نشانه یعنی فال بد میگیرند. بعدش هم جالبه که جامعه بعدش میگن خیر یعنی نمیدونم حالا میگن که انگار که شری قرار بیاد که انگار جلوشو بگیرن با این کلمه. بله، در صورتی که این یک نوع نعمتی هست که از در شریعت اسلامی باید بعد از عصر بگیم الحمدلله. اگر این که واقعا بد می بود میگفتن اعوذ بالله معاذ الله، یک چیزی از این قبیل باید می اومد. اما بعد از عصر مشروع هست و سنت هست که انسان باید الحمدلله بگید، یعنی این که در واقع نعمتی هست نه اینکه نقمتی باشه. عصر رو بد میدونند یا به فرموده شما کلاغ و غراب رو و برخی از پرندگان رو مانند جغد و بوم اینها رو و حتی برخی از انسان‌هایی که معلول باشند یا فرض کنید که عیبی در بدنشون باشه، ایامی باشند، ماه‌هایی باشند، زمان و مکانی باشه، ارقامی باشه، یا یک سری اعمالی رو که انسان انجام بده، فرض کن که ناخن چیدن در شب یا جارو کردن خونه در شب، یا احیانا موارد خیلی عجیب و غریبی هست، مثلا اینکه چشم پریدن هست یا اینکه رگ زدن در یک جای، رگی حرکت بکنه مثلا سر و صورت یک جایی، یا چشم به قول شما بخوره پول میاد و نمیدونم چشم این موارد هست، یا حتی که مثلا دمپایی نمیدونم برعکس باشه این شومی میاره. اگر چای این تو فال چای اگر مثل این چوبای خشک وایسته مهمان میاد و بچه خونه جارو کنه مهمان میاد، اگر که استکان یا لیوانی خوابیده باشه دهنش طرف شما باشه این مصیبت میاد. اینها به صورت کلی تمام مواردی، یعنی اینا فقط نمونه هست، هیچ موردی حتی یک مورد از این موارد و صدها مورد دیگر که شبیه به این هست هیچ کدام از اینها واقعیت نداره به صورت کلی. اعتقاد به این چیز خیلی معتقدن، یعنی متاسفانه حتی ببخشید این خیلی از این موارد رو برخورد نشون، حساسیت نشون میدن، برخورد میکنن و
کسی هم نمیتونه جلوشون رو بگیره. حتما باید این کار انجام بشه یا انجام نشه. عرض کردم که تمامی این موارد در واقع از دو حال خالی نیست. از دو حال خالی نیست. یه این که این عمل رو سبب میدونن برای یک مصیبت، برای یک در واقع حادثه بد و ناگواری که اتفاق میفته. خود همین فرض کن لیوان کج گذاشته بشه یا دمپایی برعکس باشه یا مثلا ناخن گرفتن در شب، جارو کردن خونه در شب، یا تمام این مواردی که شما فرمودید و خیلی بیشتر از اینها که هستن، اینها رو یا این که اینها رو در واقع سبب قرار بدن. این سبب میشه، یعنی این که اگر این اتفاق نمی افتاد، این لیوان کج نمی افتاد، این دمپایی برعکس نمیشد، فلانی نمیدونم اگر خونه رو جارو نمی کرد، اگر که فلان کار نمیشد، فلان مصیبت هم سر ما نمی اومد. یعنی این که فلان مصیبت و فلان حادثه بد به خاطر چی هست؟ سببش همین مورد بوده. همین موردی که ما از اون نفال بد گرفتیم، این در واقع سبب قرار گرفته و مسبب الاسباب الله متعال هست که اینو به هیچ عنوان سبب قرار نداده. در هیچ جایی، نه در آیات قرآن نه در احادیث رسول الله صلی الله علیه و سلم، این موارد جز اسباب مشخص نشده، تعریف نشده که اینها سبب بدشگونی هست یا سبب مصیبت رسیدن به شما هست. هیچ چیزی در این زمینه بیان نشده و وقتی که ما اینها رو سبب قرار بدیم، در واقع اومدیم یک چیزی رو که گمان بد به الله متعال بردیم، که گمان بد به الله متعال خودش حرام هست و یک نوع تعلق و وابستگی و دل بستن یا امید داشتن به غیر الله هست و دلمون در واقع به این بسته میشه که این مورد برای من نفعی میاره یا موردی که در واقع ضرر بیاره. پس بنابراین حداقلش این است که اگر این رو سبب بدونیم، یک وسیله‌ای بدونیم و یک در واقع علتی بدونیم، این برمیگرده به این که ما شرک کردیم در اسباب که سببی که وجود نداشته، چیزی که مورد شرعی ندارد، الله و رسول اونو بیان نکرده، ما اونو در واقع سبب خیر یا سبب یک مصیبت در واقع دونستیم. این حد اقلش حکم است که شرک اصغری رو ما در اینجا مرتکب شدیم. اگر واقعا یک انسانی فراتر از این برود، حساسیت خیلی بیشتر از این رو داشته باشد که بگید این برای من خیر می آورد یا شر می آورد، خود این اتفاق بدی که افتاده، نمیدونم این موردی که شما اشاره کردید، خود این فال و این بدشگونی برای من یک حادثه خیلی بدی رو در واقع تداعی میکند و میارد و این معتقد باشد به این که این اتفاق فی ذاته سبب میشود برای این که برای من یک مصیبتی به وجود بیاد یا این که یک منفعتی برای من عاید بشه، که این در واقع برمیگرده به همون بعد عبادیش و بعد اعتقادیش که مؤثر بودن اشیا رو ما مثلا معتقد باشیم که هر دو مورد حرام هستند، چه منجر به شرک اصغر باشه چه منجر به شرک اکبر باشه، هر دو موردش حرام قطعی 100% هستند و در هیچ صورتی چنین فال گرفتنی و چنین بدشگونی در واقع جایز نیست. حکمش رو که جناب مولانا اشاره فرمودند، اما این حکم ما به هر حال حرام شک درش نیست. شرک اصغر هم که باشه در به در میکنه آدم رو، نگیم دیگه حالا این تقسیم بندی های شرعی و فقهیش هست، وگرنه همون اصغرش هم یعنی که حداقلش اینه که گناه بسیار بزرگه. شرک اکبر که انسان رو کلا از بیخ میکنه، کافر میکنه دیگه، کلا هیچ بوی از اسلام نمیمونه برای انسان. این موارد رو اگر خدای نکرده در جمع ما هست، باید عملا شروع کنیم. تا وقتی که ما عملا شروع نکنیم، تا وقتی که یک عده‌ای پیشتاز نشن، تا وقتی که یک عده شروع مبارزه نکنن با این خرافات، با این بدعت‌ها، با این خزعبلات، اصلاح نمیشه جامعه ما. حتی یکی از دوستان تعریف میکرد که جناب مولانا میگفت سر همین مسئله عدد 39 میگفت یکی را آورده بوده که چارچوب در خونه‌اش رو درست بکنه، این اندازه میگیره، این در چارچوب در 1 متر و 39 سانتی متر در اومده بوده. طرف گفته تو این عمدن اینو 39 کردی تا چون من این 39 من یه بدی داره در منطقه ما، تو من فوش بدی، چاقو برداشته زده طرفو کشته. این یعنی تا این حد دیگه به این باور رسیده نسبت به این عدد، بعد اعتقادیش هست، یعنی در حد یعنی شرک اکبر میرسه که این چنین موردی رو فی ذاته و مستقلا مؤثر بدونه برای در واقع برداشتن سعادتش و یا اینکه مصیبتی براش بیاد. به هر حال دیگه و ما علینا الا البلاغ، این رو باید یک عده از عزیزانی شروع بکنن، توجیه بکنن، مبارزه بکنن، هر کسی که هر جوری که میدونه این اسلام پیشه. شما در تقسیم بندی اشاره فرمودید تا اینجا اینکه اون چیزی که ما در فال در فارسی بهش میگیم فال، در عربی بهش میگن طیره، یعنی بدشومی، یعنی به همون به اصطلاح بدشگونی در فارسی. فال در فارسی خودمون ترجمهش در عربی میشه طیره،
یک فعل هم در عربی شما در روایت ها اشاره فرمودید که کلمه فعل در فارسی در عربی هم هست که متفاوت با معنای با برداشتش در فارسی. فعل عربی رو در فارسی ما بهش میگیم که خوشبینی یا همون کلمه طیبی که شما اشاره کردید. چه تفاوتی بین حالا این دوتا هست، حالا همون طیره و همون فعل؟ حالا اصلا کلا ساده تر بگیم آیا فعل خوب هم داریم ما، یعنی فعل نیک، فعل خوب که ما بتونیم استفاده بکنیم؟ فعل نیک همون چیزی هست که در روایت اومده و من نمونه رو عرض کردم خدمت شما که فعل گرفتن از کلمات خوب هست، کلماتی که معنی خوبی دارند یا این در واقع به انسان امید میدهند در آینده. این صرفاً به خاطر یک نوع یعنی خود معنی یک کلمه هست، نه اینکه مؤثر هست در واقع چنین خواهد بود یا تاثیرگذار خواهد بود یا حتی اینکه سبب قرار میگیره. هیچ گونه از این موارد نیست. تفاوتی داره با طیره؟ فعل نیک و فعل بد یا همون طیره‌ای که در روایت اومده یا فعلی که در فارسی میگیریم که به معنی فعل نیک باشه، هر دو تا این موارد در قلب انسان تاثیر میگذارند. هر دو مورد بر انسان تاثیراتی رو دارند، هم فعل نیک و هم فعل بد، هم این طیره و بدشگونی و هم فعل نیک. هر دوتا در قلب انسان یک سری تأثیراتی رو دارن، منتها تأثیراتشون بستگی به این داره که خود اون نوع فعل چه نوع فعلی باشه، آیا فعل نیک هست یا اینکه فعل بدی هست. پس بنابراین در این مشترک هستند که هم طیره و بدشگونی و هم فعل نیک هر دوتا در قلب انسان تأثیر میگذارند و در نیت و اراده انسان در واقع یک سری تغییراتی رو ایجاد میکنند. این مورد اول هست و منتها نتیجه و معالش و نهایتش کاملا با هم دیگر متفاوت هست. هر دو تأثیرگذار هستند در قلب انسان، منتها نتیجه‌ای که از این تأثیر حاصل می شود کاملا متفاوت هست در زندگی انسان. به طور مثال بدشگونی برای یا همین فعل بد برای امور ناپسند هست، برای اموری که ناپسند هستند و ما نمیخوایم که اون در واقع اتفاق بیفته. و فعل نیک برای کارهای پسندیده هست. وقتی ما میگیم فعل خصوصا در زبان فارسی عربی به معنی فعل نیک هست، یعنی چیزهایی که پسندیده هست و امیدوار کننده هست. اما فعل بد یا همون بدشگونی در واقع بستگی داره به اموری که زشت و بد هستند. این دومین تفاوتی است که در این زمینه وجود داره. سومین تفاوتی که بستگی به نوع فعالیت و نوع واکنش انسان داره نسبت به این فعلی که گرفته شده. فعل نیک برای انسان همت می آورد، عزیمت می آورد و امیدواری می آورد به آینده. انسان را امیدوار می کند به آینده و به انسان قدرت و نیرو می دهد، امیدوار به آینده می شود. زیرا فعل نیک و فعل حسنی است. اما بدشگونی و فعل بد در واقع کاملا تاثیرش برعکس است. هر دو تا تاثیرشون در قلب هست. اما فعل نیک انسان امیدوارتر می کند، قوت و نیرو می دهد، امیدوار هست به آینده، و در صورتی که فعل بد و بدشگونی انسان رو سست می کند و وقتی که متوجه بشه و این خصوصا وقتی که باور داشته باشه که برای من و این اتفاق چون که برای من پیش اومد و این فعل برای من گرفته شد حتما من ضرر می کنم، این چنین انسانی عزیمتش و همتش در واقع کاسته می شود، سست می شود و به آینده خودش کاملا بدگمان می شود، به الله متعال بدگمان می شود و هیچ امیدی به آینده ندارد و از آینده خودش کاملا میترسد. و اگر انسان با این دو موردی که عرض کردم نقطه نهایی، اگر این بدشگونی رو ملاک قرار بده، اگر بر این معتقد باشه، بر این عمل بکنه یا حتی به خاطر این بدشگونی که اتفاق افتاده از یک کار باز بیاد، به خاطر اینکه گفته این کار در واقع فعلی که گرفتن گفته شومه، چون این انسانی دچار شرک شده، چون این انسانی دچار شرک شده. اما برعکسشون کسی که فعل نیکی گرفته شده مانند فعلی که رسول الله صلی الله علیه و سلم گرفتن، این در واقع انسان به رحمت الله متعال امیدوار میکنه. فعل بد انسان به شرک میرساند و فعل نیک انسان رو به رحمت الله متعال میبرد و نزدیک میکند و امیدوار میکند. منتها در مورد این فعلی که شرک هست یا همین بدشگونی که به شرک میرسد، فعل بدی که انسان رو به شرک اصغر یا شرک اکبر میرسد، این در روایتی در مسند احمد این کاملا تعبیر شده و این نیست که احیانا انسان ها در واقع یعنی خواه ناخواه یک چیزی در قلبشون میاد،
وقتی که در یک جامعه این جا افتاده که فرض کنید لیوان وقتی که کج گذاشته بشه این معنی بدی رو داره، یا نمیدونم فعل که چشم اگر بزند فلان اتفاق میافتد. خب یک چیزی هست که جا افتاده، سر زبانهای مردم هست، خیلی تبلیغ شده، شایع شده. هر انسانی وقتی که دچار چنین حالتی بشه، با چنین موقعیتی روبرو بشه، خواه ناخواه در قلبش یک احساسی میاد که خدا نکند که این راست باشه، اتفاق واقعا همچنین اتفاقی رو بیفته. رسول الله صلی الله علیه و سلم در این زمینه کاملا اینو مشخص کردن. این مرزها کاملا مشخص است که کجا به معنی شرک است، کجا به معنی بی اعتقادی هست، کجا به معنی ترس داشتن از غیر الله هست، به اصطلاح ضعف و سستی ایمان هست، کجا جز این موارد نیست. عرض کردم که این که صرفا به گمان انسان میاد این جز موارد بدشگونی نیست، این فال بدی نیست. به مجرد این که چیزی در ذهن وسوسه بشه، در ذهن انسان خطور بکنه، هیچ گونه گناهی رو در این زمینه نداره. و رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودن ان الله تجاوز عن امتی اما حدثت به انفسها. اون چیزی که امتی های من و پیروان من در قلب خودشون، اون گمانی که در قلبشون میاد، الله متعال اونها رو مؤاخذه نمیکنه در این زمینه. هر گمانی که باشه، چه گمان خیر باشه چه گمان بدی باشه، تا زمانی که تبدیل به عمل نشده الله متعال انسان رو مؤاخذه نمیکنه. منتها رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند که انما الطیرة ما امضاک او ردک، انما الطیرة ما امضاک او ردک. طیره و فال بد و بدشگونی موردی که منجر به شرک می شود، اهم از این که شرک اصغر باشه یا شرک اکبر باشه، این چیزی هست که یا تو رو به کار وامی دارد یا از کار باز می دارد. یعنی میاد مرحله عمل، یعنی مرحله عملی خارج میشه. بله، وقتی که جلوی روی شما فرض کن رفتی از خونه، رفتی بیرون، فرض کن کلاغی رو دیدید یا یک انسان معلولی رو دیدید، دوباره برمیگردید به خونه که نه امروز روز من روز بدی شد و اصلا بیرون نرم بهتره. خب الان چیکار شد؟ شما را از یک هدفتون باز داشتین. بله، عکس العمل نشون. بله، ما امضاک او ردک. یا این که شما رو به کار وادار بکنه. یک روزی وقتی که بلند میشید از خونه، وقتی که بیرون میروید، فرض کن که یک مورد خوبی رو میبینید جلوی روی خودتون، از اون فال نیکی رو میگیرید. فرض کن کفشاتون مثلا کاملا راست گذاشته شده، میگه امروز دیگه باید برم، دیگه وقت کار من هست و نفع میکنم. و به خاطر این، با این انگیزه وقتی که خارج میشوی، چون که فال گرفته شده و به خاطر این فال خارج میشوی، این در واقع همون طیره هست، بدفالی هست. اهم از این که شما امیدوار باشید از این مورد، یا این که کارتون در واقع ناامید باشید. انجام یک کاری به خاطر یک فال به امید منفعت، یا باز آمدن از یک کاری به خاطر فال و به خاطر پرهیز کردن از ضرر، این هر دوتا در واقع جز موارد ممنوعه هستند که انسان باید از این موارد کاملا پرهیز بکنه. و ایمان و اعتقاد فرد مسلمان باید به الله متعال باشه. علم غیب را هیچ کسی نمیداند. علم غیب را، آینده انسان را، سرنوشت انسان را هیچ کسی، نه فرشته‌ای میداند و نه انسانی میداند و نه حیوانی میداند و نه جمادی میداند. هیچ چیزی آینده انسان را در واقع نمیداند. پس بنابراین به خاطر اتفاقاتی که برای شما میافتد یا موقعیتی که برای شما حاصل میشد، به هیچ عنوان نباید که این رو سبب یک کار خیر یا منفعت یا سبب یک کار شر و مصیبت برای خودتون بدونید. خیلی ممنونم جناب مولانا. اجازه بدید سر بزنیم پیش دوستان در اتاق کنترل، میان برنامه می‌بینیم، برمیگردیم ان شاءالله همچنان موضوع فالگری رو، موارد دیگری هست که به تفصیل دربارش باید صحبت بکنیم. من لیست اینجا دارم 20 مدل انواع فال، حالا اینو با هم بررسی می‌کنیم به صورت گذرا، و موضوع دعانویسی یا همون تعویض نویسی رو ان شاءالله در برنامه امروز خواهیم داشت و بعد از میان برنامه موضوع رو با همراه شما عزیزان الحمد لله رب العالمين الرحمن إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد
وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. بعد سلام مجدد خدمت همه شما بینندگان عزیز و ارجمند، همچنان با شما هستیم با موضوع فالگیری. آخرین موضوعی که قبل از میان برنامه مطرح شد این بود که فال گرفتن وقتی که انسان اعتقاد داشته باشه به یک موضوعی، این موضوع اون رو در همون طیره در تعبیر قرآنی و حدیثی داخل میکنه یا همون بدشگونی جا مورنا. من یک سوالی برام پیش اومد، حالا این شاید برای بینندگان عزیزم پیش اومده باشه که شما اشاره فرمودید که چه جنبه مثبت داشته باشه چه جنبه منفی داشته باشه انسان، مثلا در میدان عمل وقتی که وارد میشه میاد حتی جنبه مثبتش هم که اگر فکر بکنه این اتفاقی که افتاده به نفع منه و برای من کمک میکنه، این هم در همون طیاره داخل و این هم حکم شرک رو میگیره. و باز قبلش اشاره فرموده بودید به بحث فعل که یعنی خوشبینی، آیا این در بحث خوشبینی داخل نمیشه؟ چه تفاوتی بین این دوتا هست که اون اشکال نداشت این اشکال داره؟ در این مورد اون چیزی رو که رسول الله صلی الله علیه وسلم گرفتند و فالی رو عملا ایشون فالی رو که گرفتند، این در واقع مبتنی بر یک اسبابی نبوده که اون اسباب را فی ذاتی مؤثر بدونند که این سبب خیر میشود یا این که سبب شر میشود.
اما در این مواردی که انسان انجام میده که به تعبیر رسول الله صلی الله علیه وسلم که ما امزاک او ردک، شما رو از به یک انجام کاری شما رو وادار میکند یا از یک کاری شما رو باز میگرداند، این در واقع به همون معنی طیره هست که شما به این امید که چون که فلان اتفاق برای شما افتاده پس فلان کار رو بکنید برای شما خیر هست، یا فلان کار رو نکنید برای شما شر هست. یعنی این وارد عمل می شود و شما بر اساس این اتفاقی که افتاده انجام یک عمل را برای خودتان مفید می دانید یا مضر می دانید، در هر دو صورت. یا اینکه فال نیکی باشه که اینو برای خودتون مفید میدونید در آینده، یا فال بدی باشه که فلان کار رو برای خودتون در واقع بد میدونید. ما امزاک او ردک، اون چیزی که در قالب عمل وارد بشه و عملا شما از آن در واقع الهام بگیرید که فلان کار رو انجام بدید یا فلان کار رو انجام ندهید. اما اون چیزی که در روایت اومده که به عنوان فال صالح و فال حسن هست، یا به تعبیر رسول الله صلی الله علیه وسلم از کلمه طیبه هست و حرف خوب هست، اون در واقع به این مرحله نمیرسه و اون حرفی نیست که انسان رو از انجام یک کاری باز داره یا از یک انجام یک کاری به یک کاری انسان رو وادار بکنه. بود اعتقادی نداره، بود اعتقادی به صورت کلی نداره و در وارد عمل به صورت کلی نمیشود و فقط یک در واقع خوشبینی هست، حسن ظنی هست. و با توجه به این که خود حسن ظن هم به الله متعال در واقع وقتی که باشد، این خودش یک حکم جداگانه‌ای رو داره که انسان باید ظنش به الله متعال کاملا یک ظن خوب باشه. و در مواردی که برمیگرده به اعتقاد، من قبلا هم اشاره کردم در مورد این که حکمش که حرام هست انسان رفتن پیش فالگیر، که رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمودن من اتا عرافا و کاهنا فصدقه بما قال فقد کفر بما انزل علی محمد. کسی که نزد فالگیری بره، نزد عرافی بره، نزد کاهنی بره، که اینا تمام در واقع وجه مشترکشون غیبگویی هست، از آینده به شما خبر میدن که در آینده به شما خیری میرسد یا در آینده به شما شری میرسد. این صراحتا رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمودن فقط کفر بما انزل علی محمد، بر قرآنی و بر دینی که بر محمد صلی الله علیه وسلم نازل شده چون این انسانی در واقع کفر کرده. پس بنابراین این خود همین عمل رو، امیدوار بودن به یک چیزی رو که این عامل شر دونستن یا عامل خیر دونستن، این از چندین صورت خالی نیست. یا این که در واقع شرک در ربوبیت هست، یعنی در داخل شرک ربوبیت الله متعال قرار میگیرد، مانند این که فرض کن ادعای علم غیب میکند اون فرد، ادعای علم غیب کرده و علم غیب یک از صفات رب هست، یک از ویژگی های الله متعال هست که غیر از الله متعال کسی علم غیب را نمیداند. وقتی که یک فردی پیش فالگیری می رود که آیندهش را ببیند که خیر هست یا شر هست، به این معنی هست که این فرد معتقد هست که این فالگیر و این دعانویسی که نشسته این دعا رو می نویسد یا فال رو براش می گیرد، این در واقع از غیب خبر دارد، به من اطلاع می دهد. پس بنابراین این معتقد هست که در کنار رب و در کنار پروردگار یک کسی دیگر هست که از غیب هم خبر دارد. یا این یک مورد دیگر این که اون موردی رو که برایش فال گرفتن، چه هم از این که فال نیک باشد یا این که فال بدی باشد، آن را برای خودش یعنی موجب جلب منفعت یا دفع مضرت بدوند، بازم این به ربوبیت الله متعال برمیگردد که نافع و ضار فقط الله متعال هست. یعنی اگر نفعی میرسد و اگر ضرری میرسد صرفا از جانب الله متعال میرسد. وقتی که یک فردی رفته یک اتفاقی براش افتاده، براش فالی گرفتن یا خودش فالی گرفته و اینو موجب ضرر یا زیان خودش و نفع خودش میدونه، پس بنابراین یک چیزی رو در کنار الله متعال موجب ضرر و زیان قرار داده. این برمیگرده به ربوبیت الله متعال که این شرک در ربوبیت هست. یا احیانا این منجر می شود به شرک در الوهیت، به شرک در الوهیت، به این معنی که خوف از الله متعال و امید به الله متعال اینها جز ویژگی هایی هست که فقط از الله متعال ما باید داشته باشیم. امیدوار بودن فقط و فقط از الله متعال باشه، بیم ضرر و زیان داشتن و معتقد بودن به این که از یک انسان، از یک ذاتی ما بترسیم همراه با تعظیم، اینم خودش یک نوع عبادت هست.
ایای فتقون ایای فرحبون در واقع به این اشاره داره که صرفا انسان مسلمان باید از الله متعال واهمه داشته باشه و از الله متعال بترسد. پس وقتی که انسان به خاطر یک عملی که انجام شده از غیر الله متعال میترسد یا اینکه به غیر الله متعال امیدوار شده، این در واقع یک شرکی هست در الوهیت و این در واقع هم شرک هست و این جنبه دومش هست. یا مورد دیگرش مثلا این است که این خودش، یعنی اینکه خوف از غیر الله وقتی که باشه و این انسان دچار خرافات میشه، دچار بدعات میشه، این افسانه ها رو باور میکنه، این در واقع سبب ضعف ایمان انسان میشود. یک راهی هست برای ضعف ایمان. و همچنین اعتماد هست بر اسبابی که موهوم هستند، یعنی هیچ گونه واقعیتی رو ندارند. این اسباب رو نه الله متعال تعیین کرده و نه رسول الله صلی الله علیه و سلم تعیین کرده و هیچ گونه اثری رو در این زمینه نه در قرآن ما میبینیم و نه در احادیث رسول الله صلی الله علیه و سلم. به این معنی که این اسباب نه مؤثرند، نه شرعا و نه قدرا، یعنی نه در شریعت ما سراغی داریم که اینها واقعا مؤثر باشند و نه این که الله متعال اینو مقدر کرده که این اشیا برای ما مؤثر باشند، که سبب خیر باشند یا سبب شر باشند. تمام این موارد رو وقتی که انسان به اون اعتقاد داشته باشه قطعا به شرک آمیز هست و به وادی شرک گام گذاشته. اما از این که میتونه که شرک در واقع در ربوبیت الله متعال باشه یا شرک در الوهیت الله متعال. چون من اجازه بدید من نمونه‌های رو ذکر بکنم. اون چیزی که در جامعه ما حتما شما بینندگان عزیز هم باهاش در ارتباط بودید. من مواردی رو که خودم میدونستم نوشتم، مواردی رو هم تو اینترنت یک جستجوی کردم و موارد خیلی عجیب و غریبی رو بهش برخوردم. حالا مثلا نمونه جناب مولانا فال حافظ، دیوان حافظ، همین شاعر مشهور، یک دیوانی داره شعر و ایشون رو لسان الغیب هم لقب گذاشتن، عاشقین و شیفتگانش، و لسان الغیب بهش گفتن و میان فال میگیرن با کتابش، فال حافظ. آیا این در همین حکمی که شما میگید داخل هست؟ احیانا شخص نمیره سراغ فالگیر و خودش میاد دیوان حافظ داره و خیلی از این دیوانهای حافظ جیبی هم که هست نوشته دیوان حافظ به همراه فالنامه حافظ با این تعبیر و هر غزلی که نوشته شده زیرش با توجه به محتوای غزل یک چیزی نوشته و این طرف هم همینجوری دیگه نشسته. و بعد عجیبی که نحوه دستورالعمل هم داره، نوشته که بشینید با اخلاص کامل وضو بگیرید، رو به قبله بشینید، بعضی اینجوری نوشتن، بعد سوره حمد بخونید، بعد چشماتون رو ببندید و بعد دیگه همینجوری باز کنید دیگه، بعد بخونید سمت راست چپ، نیت کنید، نیت هم بکنید، نیت هم مهمه خیلی، این نیت شرط صحت عملشون ظاهرا. نیت میکنن، باز میکنن، بعد دیگه میخونن دیگه، هر چی شد تمام. یعنی این به عنوان یک نوع استخاره هست یا این که استخاره میگن یا این که یک غالبا این در مجال حالا اسمش فاله ولی طرف بیشتر برای استخاره استفاده میکنن، یعنی این بیشتر بعد استخاره داره، شخصی متردد، دو بعد داره. یک منخی است بعضی مدل‌ها خود دیوان رو باز میکنن، طرف با نیت استخاره میخواد کاری رو انجام بده، نمیدونه چیکار کنه، میره دست به دامان حافظ میشه، دیوانش باز میکنه، بعد هر چی زیر نوشته بود بعد نتیجه میگیره دیگه، حالا این کارو بکنم یا نکنم. منم ماشاءالله 5 6 تا نوشته این کارو بکنی تو شانست خوبه، بعد این کارو بکنی میشه نمیشه. یا بعضیام هدف کاری رو ندارن، تو خیابون داره میره، میبینی که یک نفری وایساده کنار خیابون، بعد روی دست خودش یک جعبه‌ای داره، این دیوانای حافظ برگ داخل هر کدوم داخل یک پاکت نامی کوچیک گذاشتن، یک قناری بخت برگشته هم اینجا بیچاره پاش بسته اینجا گذاشتن روی این دست این آقا، بعد میگم بیا فالتو بگیرم، بعد اینم میاد و اینجا وای میسته و بعد این 100 تومانی حالا یک پولی به این میده، پول دیگه قیمت داره، بعد این مرغو یک موقع یه نوک میزنه یکی از اینا رو برمی‌داره، بعد اینم باز میکنه میخونه، اول اون شعر عاشقانه و اون غزلات هم که غزل هم که همش عاشقانه است بیشتر میخونه، بعد اون پایینش هم میخونه، بعد خوشحال میشه که دیگه به به دیگه من دیگه انسان موفقی هستم، خدا نکنه که انسان دم بختی هم باشه که بهش بگن که یک اسب سفیدی میاد دنبالت یا یک بانوی زیبایی گیرت میاد دیگه، تو رویاها غرق میشه دیگه. اینا دو مدل، یعنی اینا که من دیدم با چشم سر. یعنی تمامی این مواردی که شما اشاره فرمودید برمیگرده به همون اعتقادی که یک انسان باید داشته باشه. به صورت کلی در آیات قرآن، در احادیث رسول الله صلی الله علیه وسلم ما معتقد هستیم که هیچ کسی غیر از الله متعال غیب را نمیدهد.
حتی رسول الله صلی الله علیه وسلم الله متعال به رسول خودش دستور داده که اعلام بکند به مردم که من غیب را نمیدونم، قل لا اعلم الغیب، من غیب را نمیدونم و اگر غیب را میدونستم یک مواردی رو که به نفع من بود اونا در واقع تهیه میکردم و ما مسنی سوء و هیچ ضرر و زیانی به من نمیرسید. بنابر آیات زیادی و روایات زیادی هست که هیچ کسی غیر از الله متعال غیب را نمیدونن. خود همین که فعل حافظ باشه یا فعل هر چیز دیگری باشه، معتقد بودن به این که این کتاب خب غیب را نمیدونه، حافظی هم که وقتی که این کتاب رو نوشته، این شعر رو نوشته، این در واقع نمیدونسته که این در آینده فال میگیرند از این کتاب یا فال نمیگیرند. بالفرض این هم که دانسته باشه، اینو به گونه‌ای تدوین کرده باشه که این به معنی فال نیک هست و فال بد هست، این برمیگرده به این که این شخص در واقع معتقد هست که حافظ عالم الغیب بوده برای ما. و اینم بازم برمیگرده به همون مواردی که لسان الغیب اسمشو گذاشتن، لسان الغیب. به هر صورت این در واقع هیچ کسی غیر از الله متعال غیب رو نمیدونن و هر کسی در هر موردی، اهم از این که به یک انسانی باشه در درجات پایینتر، یک به گمان خودش اولیاء الله باشه یا حتی به پیامبر الهی باشه یا هر کسی امامی باشه، هیچ کسی غیر از الله متعال غیب رو نمیدونن و تمام اینها در واقع حرف زدن به نام الله متعال از دروغ گفتن به نام الله متعال هست و بدون این خاطر من عرض کردم که تمام اینها جزء شرک در واقع قرار میگیرند. اگر معتقد به این باشند که فلانی در واقع غیب را میداند یا اینکه خودش در واقع باید از اون ترسید یا باید به اون امیدوار شد یا این کار و مؤثر هست برای من، سبب خیر می شود یا سبب شر می شود، تمام جزء همین مواردی هست که برمیگردند به ربوبیت الله متعال یا الوهیت الله متعال و یک نوع شرک در ربوبیت خواهند بود یا شرک در الوهیت و به هیچ عنوان این موارد رو همون گونه قبلا عرض کردم نه سبب شرعی هستند و نه سبب تقدیری و قدری که الله متعال اینها رو مقدر کرده باشه. اجازه بدید من نمونه هایی رو بخونم برای بیننده، شاید جالب باشه. فعال حافظ که شاید خیلی در کسانی که مخصوصا اهل شعر هستن آشنا هستن با این موضوع. فعال انبیا وارد میشن، بعد تو سایت ها جدیدن مد شده دیگه، میگن استخاره کن. اینم نوشتن اتفاقا سوره حمد رو بخون و فشار میدین یه دفعه یک پیغمبر میاد، اسم یک پیغمبر میاد. اگه حضرت یوسف اومد که چی دیگه، این برادرات بر ضد توته میکنن، به زندان میافتی، مشکلات با عقبت میاد، نگران نباش آخرش خوب میشه. اینجوری نوشتن. مثلا اگه فعال سلیمان اومد، اسم سلیمان نبی علیه السلام اومد، تو به دنبال مال و مقامی، دنبال پست و چیز هستی، تو انسان هستی که اگه تلاش بکنی موفق میشی، تلاش کن، کوشش کن. اگه حضرت موسی اومد، تو انسان محکمی هستی و مواظب دور و بر خودت باش. و همینجوری عجیب و غریب. فعال محشر، فعال اشکال هندسی، فعال پرندگان، فعال درخت، فعال شغل، طالع بینی، همون فعال ایتالیایی. بعد فعال چینی هم داریم، جالبه دیگه. حالا چین که همه چی داره میزنه، جدیدن فعال هم زده، فعال چینی. فعال ورق یا همون پاسور یا همون دیگه برای بازی که میکنن، حالا فعال هم میگیرن دیگه، انقدر زیاد شده دیگه فعال هم میگیرن. باشه. فعال ماه و روز و سال، متولدین ماه میزان، ماه عقرب، ماه فلان، ماهای سال رو تو مجلات متاسفانه خیلی هم زیاده اینها. فعال مثلا ماهنامه ها علل خصوص که چاپ میشه، من می‌نویسن فعال متولدین ماه آذر، 20 مورد هم زیرش نوشتن. و فعال درخت، فعال طالبینی از روی خون، گروه خونی میدید، بعد اونجا براتون سرنوشت تحویل میگیرید دیگه. فقط بگو گروه خونی شما چیه، بعد بهت میگن دیگه شما چه جور آدمی هستی، چه جوری میشی. حالا لحاظ اخلاقی شاید بعضی چیزایی مثلا لحاظ پزشکی ثابت شده باشه، طبیعت گروهای خونی در بعضی از صفات اخلاقی، ولی این طرف فراتر از اینه. یعنی از الان، از خود ما نمیگه، از آینده میگه و از فراتر میگه. فعال چوب، فعال مد، فعال رمل و فعال عدسه، فعالای عاشقانه، این برای جوانا خوبه. فعال قهوه، حالا نمیدونم این همه چایی تو ایران هست، فعال قهوه چرا؟ چون قهوه کم پیدا میشه. بعد فعال دوستی، فعال شیخ بهایی، این یکیش عجیبه. فعال با نخود بختیاری، اونم 41 نخود فقط. فعال نخود و فعال گرد نخود و فعال برره و نمیدونم از این موارد. بعد حالا اینا برخی از چیزایی که من فقط نوشتم اینجا مونه. متاسفانه اگر مراجعه بکنیم توی واقع هم خیلی از افرادی که هستن به اینها مراجعه میکنن جنبانا. اینا دردهایی است که جامعه هستن. فعال بینی، طالب بینی، خیلی میرن
در کنار خیابون نشسته یک کسی و یکی از دوستان تعریف میکرد، میگفت که از برخی از مناطق کابل تعریف میکرد، میگفت که اون کسانی که اونجا نشستن کف بینی، حالا که طرف کف دستو میبینه و شروع میکنه دیگه براش معرفی میکنه. طرف بودایی، خودش بودایی هستن، هندوه هستن، طرف مسلمون نیست، اعتقاد باوری به خدا نداره اصلا، گاو پرسته، موش پرسته. طرف میشینه پیشش، یا کف دستشو میبینه، یا کاغذایی داره برمی داره، یا تاس میندازه، یا مرغی داره اون مرغی کاری براش میکنه، یا نمیدونم از این فالهای عجیب و غریب نخود و نمیدونم قهوه و چایی و علف و از این چیزا درست میکنن میریزن جلوشو. یا اینکه بعضیا کتاب باز میکنن، جمع سر کتاب باز میکنن، حالا یا حافظه یا کتابای دیگه، یک کتابی رو باز میکنن. حتی حالا بحث قرآن هم بهش میرسه، من بحث استخاره رو میخوام کار بذارم بحث دیگه. اینها رو چی میگید دربارشون؟ تمامی این موارد برمیگردند به همین حدیث رسول الله صلی الله علیه و سلم که من اتا عرافا او کاهنا فصدقه بما قال فقد کفر بما انزل علی محمد. این موارد هیچ گونه پشتوانه دینی و اعتقادی نداره و هیچ گونه تأییدی از جانب آیات قرآن، در آیات قرآنی، در احادیث رسول الله صلی الله علیه و سلم، از سیره و عمل رسول الله و ائمه بزرگوار به هیچ عنوان هیچ گونه تأییدی رو نداره و متضاد هست با عقیده این که الله متعال مسبب الاسباب هست، الله متعال عالم الغیب هست و تنها باید از الله متعال بترسیم، تنها باید به الله متعال امیدوار باشیم، تنها کسی که ضرر میرساند الله متعال هست، تنها کسی که نفع به انسان میرساند الله متعال هست، تنها کسی که بیمار میکند، بیماری ها را شفا میدهد. اینها جزء اعتقادات اصلی و راسخ یک مسلمان هستند و مراجعه کردن به چنین موارد و این اعتقادات را به یک افراد دیگر داشتند که فلان فرد یا فلان فالگیر یا فلان دعانویس این توانایی رو دارد، این در واقع در حد همون شرک هست و این تعبیر حدیث رسول الله صلی الله علیه و سلم که من اتا کاهنا او عرافا فصدقه بما قال فقد کفر بما انزل علی محمد، واقعا یک تعبیر بسیار دقیقی هست. این به معنی همون کفر به الله متعال هست یا کفر در شرک در ربوبیت الله متعال، صفات رب را، توانایی ها و اختیارات رب را به یک انسان دادن، یا ویژگی های عبادی الله متعال را که این عبادت ها صرفا باید برای الله متعال انجام بشه، مانند خوف و بیم و امید که مخصوص الله متعال هست. اینها را در واقع مرتبط کردن با یک فرد و یک انسان، این در واقع همون شرک هست و به هیچ عنوان و تحت هیچ شرایطی نباید انسان مسلمان به چنین موارد معتقد باشه. حالا اگر شخصی نیتش استخاره باشه، چون بعضی وقتها به این نیت میکنن، مثلا کرم الله مجید رو برمی‌دارن، قرآن رو برمی‌داره، شخص با نیت استخاره داره. من قرآنایی رو خودم مشاهده کردم در تهران و نسخه هم پیش من بود حتی که اومده و طرف روی قرآن، صفحات قرآن رو که باز میکنید، این بالاش نوشته خوب بد، یعنی ترتیب خاصی هم نداره دیگه. حالا این نگاه انداخته به شاید به صفحه و محتوای آیات، نوشته یه چیزی از پیش خودش، خوب بد، خوب بد. این کتاب، این قرآن، قرآنای استخاره است. اسمشو گذاشتن قرآن استخاره. بعد طرف میاد میخواد یک کاری بکنه، متردده که بکنه یا نکنه این کارو. بعد همینجوری نیت میکنه، وضو میگیره، خالصانه چشماشو میبنده و همینجوری تصادفی یک صفحه رو باز میکنه. نیت کرده که سمت راست یا سمت چپ، نگاه میکنه، اگر خوب شد بسم الله، اگر نشد هیچ. این حکمش چی میشه؟ در قرآن کریم شما که آشناتر هستید، حافظ قرآن هستید، الله متعال در قرآن کریم در مواردی که از بهشت صحبت کرده، بعد از اون از جهنم صحبت کرده، از کافران صحبت کرده، در کنارش از مؤمنان صحبت کرده. تمام این ازداد رو در الله متعال در کنار هم آورده، نیکوکاران رو در کنار بدکاران را، مجازات بدکاران رو در کنار ثواب و پاداش نیکوکاران آورده و عملا یعنی کمتر شما میتونید صفحه‌ای رو پیدا بکنید که همهش در واقع بحث عذاب باشه و بحث مجازات باشه و بحث جهنم باشه که از این بخواید فال بد بگیرید یا از صفحه بعدی بخواید که فال نیکی رو در واقع بگیرید. این عملا یعنی امکان پذیر نیست که از قرآن کریم چنین برداشتی رو بکنن. دوما این که الله متعال این قرآن رو برای تعبد فرستاده، برای عبادت، این که احکام شرعی رو ما از این قرآن یاد بگیریم، در این قرآن تدبر بکنیم، عمل بکنیم بر احکام قرآن.
این پیام الله متعال هست، نه این که اینو ذریعه قرار بدیم برای فال گرفتن. اونم موردی که رو که استخاره کردن به تعبیر عامیانه که هیچ گونه تأییدی مستندی از خود قرآن یا حدیث رسول الله صلی الله علیه وسلم نداره. ما به عنوان یک مسلمان برخوردهایمون، اعتقاداتمون، باورهایمون باید برگرفته از قرآن باشد و از احادیث رسول الله صلی الله علیه وسلم. نه در قرآن به این مورد اشاره شده که قرآن برای فالگیری مفید هست یا عملا فال هست که میتونید از اون فال بگیرید. نه رسول الله اشاره کرده و نه عملا رسول الله صلی الله علیه وسلم فالی گرفتند از قرآن کریم. چون این چیزی مطلقاً در تاریخ صدر اسلام چون این چیزی وجود نداره. نه الله گفته، نه پیامبر گفته، نه ائمه بزرگوار ما گفتن. این در واقع یک نوع بدعت و خرافی هست که اخیراً به قرآن کریم در واقع اضافه شده. و اما استخاره شرعی که اگر ما واقعا می‌خوایم که استخاره شرعی رو انجام بدیم، جالب اینجاست که تمام مواردی که از این قبیل هستند، بدعات و خرافاتی رو که ایجاد شدن، در مقابل هر بدعتی و هر خرافه‌ای که ایجاد شده و در مقابل هر انحرافی که از آموزه‌های رسول الله صلی الله علیه وسلم پدید اومده، در مقابلش ما می‌بینیم که یک بدعت اضافه شده در دین اسلام، یک سنت برداشته شده، یک راه شرعی و قانونی برداشته شده، یک موردی که مورد تایید الله و رسول الله صلی الله علیه وسلم هست اون برداشته شده و بجاش یک مورد در واقع خرافی رو، یک موردی رو که بدعت هست و هیچ اصلی در شریعت وجود نداره، اینو آوردن بهش اضافه کردن. در مورد استخاره شرعی خب انسان احیانا در یک دوراهی قرار میگیره، میخواد که بدون قلبش مطمئن باشه که این کار رو انجام بدهد یا انجام ندهد. این راهش این نیست که انسان سراغ قرآن برود، قرآن رو باز بکند، یا سراغ دیوان حافظ برود یا موارد دیگر، یا از این مواردی که عرض کردم که فاله های عجیب و غریب بگیرد که به هیچ عنوان اینها نه سبب شرعی هستند و نه سبب قدری و تقدیری از جانب الله متعال. استخاره شرعی رو رسول الله صلی الله علیه وسلم کاملا به ما نشون داده. روایتی هست از حضرت جابر رضی الله تعالی عنه در صحیح بخاری هست که حضرت جابر رضی الله تعالی عنه میگوید که رسول الله صلی الله علیه وسلم استخاره رو در هر کاری برای ما اینقدر تاکید میکردند، به ما آموزش میدادند و ما رو نشان میدادند که به اندازه یک سوره از سوره های قرآن، یعنی استخاره به اندازه مهم بود. دعای استخاره و روش استخاره که رسول الله صلی الله علیه وسلم به ما نشان میدادن و بهش تاکید میکردن، به اندازه تعلیم و آموزش یک سوره یا آیه از قرآن کریم به همین اندازه برایش اهمیت قائل میبود. خب این یک روشی هست که رسول الله صلی الله علیه وسلم انجام داده، تعلیم میداده، آموزش میداده اصحاب خودشون رو که این مورد استخاره هست. اگر میخواید در میان دو کار استخاره بکنید کدام کار رو انجام بدهید یا فلان کار رو انجام دهید یا انجام ندهید، روش شرعی در این زمینه وجود دارد که ثابت هست از رسول الله صلی الله علیه وسلم، صحابه انجام دادن، رسول الله صلی الله علیه وسلم عملا خودش آموزش داده این روش استخاره رو که شما این کار رو باید انجام بدید. اما افراد اومدن این روش های شرعی رو ترک کردند، راه شرعی رو که تأیید شده هست از جانب الله متعال و رسول الله صلی الله علیه وسلم، این رو رها کردند، رفتن سراغ یک چیزهایی که جز خرافه نیست و هیچ تأثیری بر انسان نداره جز این که ایمان انسان را، اعتقاد انسان را، باورهای انسان را همه رو زیر سوال میبرد و در نتیجه ضعف و سستی و ناامیدی و بدبینی در واقع ایجاد میکند و انسان را از دین و دنیاش در واقع میگیرد. هرچند که این استخاره ظاهرش با یک اشیاء مقدسی باشه مثل قرآن کریم. مثل قرآن کریم، اصلا قرآن کریم برای این استخاره نیست. این استخاره در واقع نیست. این یک نوع فریبکاری هست. یک نوع در واقع این هست که شما خودتون رو در واقع فریب میدید. یک چیزی رو که استخاره نیست اون گذاشته استخاره. این ضمانتی وجود نداره برای اینجا. نه اینکه ضمانتی وجود ندارد، بلکه خلاف آموزه‌های خود قرآن و احادیث رسول الله صلی الله علیه و سلم است. حتی با تسبیح همین کارو حتی با تسبیح باشه، با قرآن باشه، با نمیدونم دیوان حافظ باشه یا با هر کتاب دیگری باشه، هر مواردی که باشه که شما از اون مورد به خیر بودن آیندهتون یا به شر بودن آیندهتون، به مفید بودن فلان کار در آینده یا مضر بودن اون کار در آینده در واقع
معتقد باشید و به آن عمل بکنید، این هیچ گونه جواز شرعی در هیچ موردی ندارد و تمام اینها خرافه و بدعاتی است که در واقع ایجاد شدند و هیچ گونه وجه شرعی هم ندارند. حالا خود استخاره شرعی رو اگر تعلیم بدید، استخاره شرعی رو که حضرت جابر رضی الله تعالی عنه میگوید که رسول الله صلی الله علیه و سلم این استخاره رو به اندازه اهمیت میدادند و به ما تعلیم میدادند که به اندازه یک سوره از سوره های قرآن در واقع بهش تاکید میکردند و اینو به ما آموزش میدادند. روشش هم این است که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند بنابر روایت حضرت جابر رضی الله تعالی عنه اذا هم احدکم بالامر فلیرکع رکعتین، هر وقتی که شما تصمیم گرفتی برای انجام یک کاری 2 رکعت رو بخونید. فلیرکع رکعتین من 2 رکعت نماز، فلیرکع رکعتین من غیر الفریضه، 2 رکعت نماز بخواند غیر از نمازهای فرض، یعنی غیر از نماز فرض 2 رکعت نماز دیگر به همین نیت میخوانند. اما از این که این 2 رکعت نمازی که میخوانند 2 رکعت نماز نفل باشند، 2 رکعت نماز سنت باشند، سنت قبلی بعدی یک نمازی باشند، به هر صورت نمازهایی که غیر از نماز فرض هستند. در این روایتی که در صحیح بخاری هست حضرت جابر رضی الله تعالی عنه میگوید که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند هرگاه تصمیم به انجام یک کاری گرفتید یا مردد بودید که فلان کار رو انجام بدهید یا انجام ندهید، 2 رکعت نماز بخونید که نماز نفل یا نماز سنت باشند، با همین نیت وضو میگیرید، نماز میخونید. بعد از این که نماز رو تمام کردید این دعا رو میخونید. بعد از تمام شدن نماز این دعا رو میخونید که اللهم انی استخیرک بعلمک و استقدرک بقدرتک و اسألک من فضلک العظیم. این 3 جمله کاملا مشخص هستند، معنیش هم مشخص از یک دعای شرعی است. اللهم انی استخیرک بعلمک و استقدرک، بله استخاره میکنی، این طلب خیر میکنم با علم و آگاهی شما، زیرا که علم الله متعال، بله علام الغیوب شما هستید، آینده را و خیر و شر را شما میدانید. من طلب خیر میکنم از علم و آگاهی تو، از الله متعال. و استقدرک بقدرتک، منبع قدرت شما هستید، توان شما دارید، من طلب قدرت و نیرو میکنم از قدرت شما. و استقدرک بقدرتک و اسألک من فضلک العظیم، و خواستار فضل عظیم تو هستم. چقدر زیباست، واقعا زیبا هست و دعاهایی هستند که ثابت شده. فانک تقدر ولا اقدر، تو توانا هستی و من ناتوان هستم. و تعلم ولا اعلم، شما میدانید ای الله تو میدانی و من نمیدونم. و انت علام الغیوب، تو علام الغیوب هستی، از آینده خبر داری. غیبدان شمایی، غیبدان فقط شما هستی. این چون که در آینده هست، ما میخوایم که این کار رو انجام بدهیم که آیا این کار برای من خیر هست یا شر هست، این کار رو انجام بدهم یا این کار رو انجام ندهم. تمام این زمین ها در واقع در این تاثیر داره. یکی این که کسی که علم داشته باشه، طلب یعنی اصل منبع خیر باشه، من طلب خیر میکنم با علمی که داریم، طلب قدرت میکنم از قدرتی که داریم، منبع قدرت شما هستید، و از فضل شما خواستار شما هستم که زیرا فضل همیشه از جانب تو هست. تاکید میکنه بر این که فانک تقدر ولا اقدر، تو میدونی توان داری و من توان ندارم، تو میدانی و من نمیدونم، و همانا تو علام الغیوب هستی، نه اینکه عالم الغیب بلکه علام الغیوب، بسیار داننده غیب و آینده هستید. بعد از این دعا رو میخونم که اللهم ان كنت تعلم ان هذا الامر خیر لی فی دینی و معاشی و عاقبت امری فاقدره لی. پروردگارا تو میدانی که این کار اگر واقعا برای من در آینده من، اگر این کار برای من در آینده در دین من و در دنیا و معاش من و عاقبت و فرجام من خیر هست و خوبی داره و با میمنت هست، اینو برای من مقدر بکن. این کاری رو که من میخوام انجامش بدم، بله وقتی میگه هذا الامر، بهتر از این هذا الامر وقتی که میگه که اللهم ان كنت تعلم ان هذا الامر خیر لی فی دینی و معاشی، بجای این هذا الامر بگید که مثلا ازدواج باشه، اللهم ان کان هذا الزواج یا هذا العمل و هذا السفر و هذا البیع، هر چیزی که هست در واقع همون مورد رو نام ببره که پروردگار این ازدواج برای من خیر هست، این مسافرت برای من خیر هست، این خرید و این انتخاب، هر موردی که هست این کار برای من خیر هست. اگر واقعا این برای من خیر هست، پس در دین من و در معاش من و در عاقبت و سرنوشت من این کار رو برای من مقدر بکن. و در ادامه و ان كنت تعلم ان هذا الامر شر
شر لی فی دینی و معاشی و عاقبت امری فصرفه عنی و صرفنی عنه. پروردگارا تو میدونی که اگر واقعا این کار برای من در آینده من شر هست در دینم و در زندگیم و در عاقبت امر من، این کار رو از من منصرف بکن و مرا از این کار منصرف بکن. وقدر لی الخیر حیث کان ثم رزقنی به، و خیر رو هر جا که هست برای من مقدر بکن. هر چی خیره اون برای من مقدر بکن و مرا با اون خیر راضی بگردان. چقدر قویه این دعا. قوی هست این دعا و واقعا به انسان امید میرساند. بعد از این که انسان این دعا رو کرد، لازم نیست که بعضی فکر میکنن وقتی که من بیام پیش شما که شما برای من استخاره بکن. اینو خیلی اتفاق میفته جای ما، تماس میگیرن که برای من استخاره کنید. اینو اصلا چنین چیزی وجود نداره، یعنی اصل اساس و ثبوت شرعی نداره. اگر این گونه بود واقعا صحابه، چرا رسول الله صلی الله علیه و سلم این دعا رو به صحابه میآموخت؟ لازم نبود که به اونها تعلیم بدهد. همه صحابه میرفتن پیش رسول الله صلی الله علیه و سلم که در واقع مؤید به وحی هم بودن، در اون زمان وحی هم نازل میشد، پیامبر الله متعال بودن. خب برای ما استخاره بگیر. حتی یک مورد هم نداریم که یک صحابی اومده باشه پیش رسول الله صلی الله علیه و سلم که برای ما استخاره بگیر، بلکه رسول الله صلی الله علیه و سلم خودشون استخاره رو این گونه آموزش میدادند که 2 رکعت نماز بخونید، بعد از این 2 رکعت نماز این دعا رو بخونید و این برای طلب خیر از الله متعال و دعا میکنید پروردگارا هر چیزی رو که برای من مقدر کردی خیر بکن و مرا برای آن چیزی که برای مقدر کردی راضی بگردان. خب بعدش چی میشه بعد از دعا؟ بعد از این یعنی لازم نیست که انسان برخی فکر میکنند که وقتی که این دعا رو میخونی بخوابی حتما باید خوابی ببینی که فلان کار رو انجام میدهی در خوابت بیاد. این موارد به هیچ عنوان لازم نیست. امکان دارد که انسان در خواب یک چیزی رو ببینه، حال دور از امکان نیست، امکان داره در خواب ببیند که فلان کار رو دارم انجام میدهد و این کار رو انجام دادم موفق شدم. اگر اینجوری شد که فوه ها و نعمه، یعنی 100% مطمئن هستید. اما بعد از این هر موردی رو که تصمیم گرفته بودی، دلت با اون شرح صدر شدی، مطمئن شدی که تمایل بیشتری دادی، اون کار رو در واقع انجام بده. همون کار رو الله متعال برایت خیر قرار میده. به خیر توه، ولی تو ظاهرش برای اینکه ظاهرش شما فکر میکنی که اگر این کار رو کردم بهتر بود، شاید مثلا منفعتم در فلان کار بیشتر می بود. این مورد تو خیرت رو گذاشتی به اختیار الله متعال. والله یعلم و انتم لا خدا تعلمون. میدونه چه بسا کاری رو واسه ان تکرهوا شیئا و خیر لکم. موردی شما به دید شما ناپسند هست اما شاید برای شما مفید باشه، بهتر باشه. وقتی که عکسش هم و این وقتی که شما اختیار خودتون رو دادی دست الله متعال و گفتی پروردگارا هر چی برای من، برای دینم، برای معاشم و برای عاقبت امر من خیر هست اونو مقدر بکن. اگر این کار برای من خیر مقدر بکن، اگر شر اینو از من منصرف بکن، من از اون منصرف بکن. شما در واقع اختیارتون رو گذاشتید دست الله متعال و هیچ گونه در واقع نباید در این زمینه دغدغه‌ای رو داشته باشید. لازم نیست که پیش دعانویسی برید، پیش کسی بروید، کتابی رو باز کنید، قرآنی رو باز بکنید، استخاره بگیرید. فقط و فقط روش استخاره شرعی همین یک مورد هست. غیر از این هیچ موردی وجود نداره که استخاره شرعی باشه. فقط و فقط همین یک مورد استخاره شرعی هست و تمام مواردی که به عنوان استخاره شمرده میشن تمام آنها دروغ هست و هیچ گونه واقعیت و تایید شرعی و حدیثی ندارن. دعایی که فرمودید، دعایی که در حدیث هست، شک در نیست که خب عربی خواندنش گولاتر است به هر چیزی. آیا اگر کسی مثلا در خواندن لفظ عربی یا برای یاد گرفتن عربی براش مشکل باشه، به زبان مادری خودش این دعا رو بخونه مشکلی داره؟ نه، هیچ گونه اشکال شرعی نداره. محتواشو به زبان مادری همین دعا رو به زبان فارسی یا هر زبانی که زبان مادری خودش اینو بخونه، دعا بکنه که پروردگارا من از تو طلب خیر میکنم زیرا که تو میدانی و از تو طلب قدرت میکنم، از خواستار فضل عظیم و منت و نعمت تو هستم. پروردگارا تو هستی قدرت داریم، ما قدرت نداریم، تو علم داریم، ما علم نداریم، تو علام الغیوب هستی، تو میدانی و ما نمیدانی. اگر فلان کار برای من خیر هست در دینم و در دنیایم و در عاقبتم و سرانجام من، این کار رو برای من مقدر بکن و آسان بکن. و اگر میدانی که این کار واقعا برای من مضر هست، برای دینم، برای دنیام، برای عاقبتم، این کار رو از من دور بکن، مرا از این کار منصرف بکن و بعد از آن خیر و خوبی رو برای من مقدر بکن و مرا به تقدیر خودت راضی بگردان.
این جملات رو بگه کفایت میکنه. لازم نیست که جمله من تعبیر عربی باشه، منتها چون که در این زمینه تاکید زیادی شده و رسول الله صلی الله علیه وسلم این جملات رو به صحابه و حضرت جابر رضی الله تعالی آموزش میدادن، اولاتر و بهتر هست که این جملات رو یاد بگیرن. این برکتی که اون دعاهای مسنونه دارن، دعاهای قرآنی و دعاهایی که از حدیث ثابت شده، اضافه بر این که در واقع مطلب را میرسونند، یک نوع برکت خاصی هم دارند که در اجابت دعا تاثیر بیشتری رو خواهند داشت. حالا حتما در خصوص که در حدیث هم هست که به مانند دعای قرآنی هم به پیامبر ما یاد میداد، رو تاکید میکرد. پس خلاصه بحث فالگیری به هر نیتی که باشه، به چه نیت خیر باشه، چه نیت شر باشه، چه به نیت استخاره باشه، چه شوم دانستن یک چیزی، چه خوب دانستن یک چیزی که سبب عمل بشه در انسان، اعتقادی نسبت به خوب دانستن یا بد دانستن یک شیئی که این اعتقاد سبب بشه که انسان کاری رو ترک بکنه یا کاری رو انجام بده، هیچ ثبوت شرعی نداره. استخاره گرفتن فقط یک دلیل شرعی در کتاب و سنت هست، در حدیث وارد شده، غیر از این هیچ راه شرعی دیگه ای نداره. اونی که شما وضو میگیرید، 2 رکعت نماز میخونید، دعا میکنید، این دعای استخاره که پیامبر تعلیم دادن، بعدش توکل میکنید به الله تعالی، هر چیزی که در دلتون اومد تمایل داشتید همون انجام بدید ولا غیر. خلاصه بس چرا مولانا وسواسی که در دل میاد در بدشگونی، حالا انسانی احساس میکنه که بدشگونی داره، راه حل ها چی است، چطور درمش؟ در مورد این احساس که قبلا من اشاره کردم که این احساس در واقع در اختیار انسان نیست، به هر صورت وسواس هست، یک چیزی هست که در ذهن انسان ناخواسته خطور میکند که فلان کار شاید برای من شر باشه، شاید فلان مصیبت به خاطر فلان اتفاق برای من افتاد و همین بدشگونی ناخواسته در واقع در ذهنش تداعی بشه. در حدیثی رو که من قبلا اشاره کردم که حضرت عبدالله ابن مسعود رضی الله تعالی عنه نقل کرده بودند در سنن ابو داود که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند الطیرة شرک، الطیرة شرک، بدشگونی و فال گرفتن در واقع شرک هست. و بعد از آن رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند و ما منا الا ولكن الله یذهبه بالتوکل. این جمله خیلی تعبیر و محتوای بلندی رو داره و به همین نقطه اشاره میکنه که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند هیچ کسی از ما نیست که مگر این که در ذهن و خاطرش این چیز تداعی میشه، در ذهن انسان میاد، تیره و فال گرفتن، بعد شگونی گرفتن، بعد فال بد گرفتن و معتقد بودن به این شرک هست، منتها هیچ کسی از این خارج نیست و ناخواسته در قلب انسان وارد می شود، در ذهن انسان خطور می کند که شاید این فال شاید عمل بکند، شاید مفید باشه، شاید مضر باشه. رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند اما توکل اینو از بین میبرد. این وسواسی که شما دارید، این ترددی که شما دارید، این واهمه‌ای که دارید شاید این در واقع فال عمل بکند و واقعیت داشته باشه، این با توکل از بین می رود. و در روایتی هست حضرت عروة بن عامر رضی الله تعالی عنه میگوید که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند که وقتی شما یک موردی رو دیدید که برایتون ناپسند هست، یعنی این تداعی شد که این کار برای شما مفید نیست، یک سری دعاهایی هست که این دعاها رو انسان باید تکرار بکنه و یکی از این دعاها این است که اللهم لا یأتی بالحسنات الا انت، اللهم لا یأتی بالحسنات الا انت. معنیش این است پروردگار نیکی ها فقط از جانب توست، لا یأتی بالحسنات، اللهم لا یأتی بالحسنات الا انت ولا یدفع السیئات الا انت، و بدی ها را هم کسی غیر از تو دور نمی کند، ولا حول ولا قوة الا بک. اللهم لا یأتی بالحسنات الا انت ولا یدفع السیئات الا انت لا حول ولا قوة الا بک. این در روایت ابو داود اومده که وقتی که یک انگیزه، یک در واقع وسوسه در ذهن شما میاد، اینو در واقع انسان باید تکرار بکنه، این سبب میشه که اون وسوسه از بین بره. یا بنابر روایت دیگر که در مسند احمد هست که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند وقتی که به ذهن شما رسید که این کار شاید بد باشه، شاید خیر باشه براتون، شاید این فال عمل بکنه، واقعیت داشته باشه، این دعا رو بخونید که اللهم لا خیر الا خیرک ولا طیر الا طیرک ولا اله غیرک. اللهم لا خیر الا خیرک ولا طیر الا طیرک ولا اله غیرک. پروردگارا خیری جز خیر تو نیست
فالی جز فال تو نیست. یعنی کسی این فال برای ما آینده رو مقدر نمیکنه، سرنوشت ما رو رقم نمیزند. اون کسی که سرنوشت رو رقم میزند صرفا الله متعال هست. ولا اله غیر، غیر از تو الهی وجود نداره. اللهم لا خیر الا خیرک ولا طیر الا طیرک ولا اله غیرک. اینو به زبان فارسی هم بگیم پروردگار خیری جز خیر تو نیست و کسی جز تو سرنوشت رو مقدر نمی کند و غیر از تو اله و معبودی نیست. این در واقع دوا و درمان این وسوسه‌ای هست که در ذهن انسان به وجود میاد. اما به صورت کلی در مورد علاج بدشگونی که ما چگونه اینو ریشه کن بکنیم از زندگی خودمون که باوری به این نداشته باشیم، حتی این در حد این نباشه که وسواسی در قلب ما ایجاد بشه. این وسواس ها که به وجود میاد این برمیگرده به مراتب ایمان، به مراتب اعتقادی که در واقع انسان داشته باشه. حتی انسان ضعیفتر باشه، متزلزلتر باشه اعتقاد و باورهایش، این سری خرافه ها و افسانه ها بیشتر به اون سراغ اون میان. اولین نقطه در مورد علاج این وسواس یا علاج این بدشگونی این است که انسان باید به عواقب این بدشگونی و این فال بد باید فکر بکنه که چه عواقب شومی رو در واقع داره. چه بسا این فاله هایی که مردم میگیرن در جامعه ما خیلی وجود داره. بسیاری از این افسردگی هایی که وجود داره، بسیاری از بد اخلاقی هایی که وجود داره، بسیاری از بدبینی هایی که انسان به آینده داره، یا این که احیانا آرامش زندگیش از بین رفته، یا چه بسا همون گونه قبلا هم اشاره کردم منجر به شرک می شود. تمام اینها به خاطر همین یک فالی هست که هیچ چیز رو تغییر نمیده. صرفا یک پرنده برگه رو برداشته یک جای دیگه گذاشته. خب این که آینده من رو تعیین نمی کند. آینده منو الله متعال در واقع تعیین می کند. اگر انسانی به این معتقد باشه، به حافظ و به فال حافظ معتقد باشه یا به هر مورد دیگری معتقد باشه، این در واقع دچار افسردگی میشه، دچار بدبینی به زندگی میشه، دچار افت دینی میشه، افت تحصیلی میشه، افت دنیایی میشه. در واقع هیچ انگیزه رو برای زندگی کردن نمیتونه داشته باشه. تمام اینها سببش یک خرافه هست که فلان مورد شاید برای من این بدشگونی رو داشته باشه. پس بنابراین اولین نقطه این است که ما به عوائدش، به تأثیراتی که داره، به نتایجی که از این فال بدگی به ما میرسه، به این باید تدبر بکنیم که میبینیم که زندگی ما رو کاملا فلج میکنه و هیچ انسان عاقلی چنین کاری رو نباید انجام بده. نقطه دوم این که انسان مسلمان اساساً باید به تقدیر الله متعال ایمان داشته باشه. تقدیر و سرنوشت را باور داشتن و ایمان به تقدیر یکی از اساسیات هست، یکی از اصول و ارکان و پایه های ایمان هست. ایمان به الله متعال 6 تا عنصر و 6 تا پایه داره. یعنی این که ما الله را به معبودیت قبول بکنیم که الله پروردگار ما هست، خالق و رازق و معبود ما هست. ایمان به الله متعال، ایمان به رسول الله صلی الله علیه و سلم به عنوان پیامبر الله متعال، ایمان به فرشتگان الهی به عنوان یک عالم که الله متعال در قرآن بارها از اونها صحبت کرده، ایمان به کتاب‌های آسمانی داشته باشند و ایمان به روز قیامت داشته باشند و ششمین مورد ایمان به تقدیر باشند. ایمان به تقدیر و قضا و قدر که در آیت قرآن هم فراوان اومده و در حدیث معروف حضرت جبریل علیه السلام این موارد ذکر شده. انسان مسلمان باید معتقد به قضا و قدر الله متعال باشه و قضا و قدر را، سرنوشت الله متعال را، الله متعال خیلی قبل از این که من و شما را خلق بکند و بیافریند، این در واقع تقدیر من و شما را و سرنوشت من و شما را الله متعال در واقع رقم زده و در برخی از روایت است 50,000 سال قبل از خلقت زمین و آسمان و انسان ها الله متعال این تقدیر رو رقم زده. یا تقدیر عمری که وجود داره، این در شکم مادر این تقدیر در واقع نوشته میشه. یعنی به محض دمیدن روح انسان سعادتش، رزقش، عمرش و تمام این موارد کاملا نوشته میشه. پس بنابراین انسان وقتی که معتقد باشه به تقدیری که الله متعال قبلا اینو نوشته، این سبب می شود که این وسوسه ها و این خیالات و این خرافه و افسانه ها در واقع کمرنگ میشه. آیات قرآن کریم در این زمینه بسیار زیاد هست، متعدد هست. روایاتی در رسول الله که رسول الله صلی الله علیه و سلم در احادیث خودش برای ما اینو نقل کردند خیلی زیاد هست. من جمله این که الله متعال میفرماد و این یمسسک الله بضر فلا کاشف له الا هو. اگر به شما ضرر و زیانی برسد هیچ کسی اینو بر نمیدارد به جز الله متعال. این پرنده و فلان فال به هیچ عنوان
مسلمان نمیتونه به شما ضرری برساند یا اینکه ضرری رو از شما دفع بکند. و این یمسسک بخیر فهو علی کل شیء قدیر. اگر هم خیری به شما برسد این هم از جانب الله متعال است. و جالب این است که رسول الله صلی الله علیه و سلم حتی کودکان رو من جمله حضرت عبدالله ابن عباس رو که یک پسر نونهال و نوجوانی بودند، یک روزی رسول الله صلی الله علیه و سلم دستشون رو گرفت بنابر روایت ترمذی و اولین موردی که در ذهن ایشان و در نهادشون اینو در واقع گذاشت و اینو کاشت این مورد بود که ایمان به تقدیر. گفت یا غلام انی اعلمک کلمات، ای پسر بچه، ای جوان، من به تو چند نکته و چند مطلب رو به تو یاد میدهم. احفظ الله یحفظک، الله را حفظ بکن الله تو را حفظ میکنه. احفظ الله یحفظک، احفظ الله تجده تجاهک. اینا خیلی مهم است، این تعالیم رسول الله. احفظ الله تجده تجاهک، الله را حفظ بکن یعنی دستورات الله متعال حفظ کن، الله را در هر جایی پیش روی خودت میبینیم. یعنی وقتی که تو به الله متعال ارزش قائل باشی، به دستورات الله متعال، متقابلا الله متعال هم در واقع امور تو رو میسر خواهد کرد. احفظ الله تجده تجاهک، اذا سألت فاسأل الله، اگر کسی خواستی سوال بکنی فقط از الله متعال سوال بکن. و اذا استعنت فاستعن بالله، اگر کمک خواستی فقط از الله متعال کمک بکن. و جمله بعدی این است که وعلم ان الامه لو اجتمعوا على ان ينفعوك بشيء، اینو بدان، مطمئن باش و یقین بکن اگر تمام انسانها جمع بشوند که به تو منفعتی برسانند، لم ينفعوك الا بشيء قد كتبه الله لك، هیچ نفعی رو به تو نمیرسانند مگر اون چیزی رو که الله متعال به تو یعنی برای تو و به نفع تو نوشته باشه. ولو اجتمعوا على ان يضروك بشيء لم يضروك بشيء الا بشيء قد كتبه الله عليك، اگر هم بخواند که به تو ضرر و زیانی برسانند هیچ چیزی به تو نمیرسد جز اون چیزی که الله متعال برای تو مقدر کرده و ضرر زیانی که برای تو نوشته شده. رفعت الاقلام و جفت سهم، قلم تقدیر برداشته شده و جوهر تقدیر و رنگ تقدیر هم خشک شده. یعنی این هیچ چیز تقدیر رو عوض نمیکنه، با این فالی که شما میگیری تقدیر شما در واقع عوض نمیشه. این مورد دوم هست. مورد سوم حسن ظن به الله متعال. انسان مسلمان، چه بسا انسانهایی هستند که مسلمانند بدبین هستند به الله متعال. الله متعال دعای ما رو قبول نمیکنه، به من رزق و روزی نداده، به من این مصیبت ها رو به سر من آورده و فلان و فلان، یک تومار گلایه دارند از الله متعال و به آیندهشون خوشبین نیستند. حسن ظن به الله متعال در واقع ندارند. این حسن ظن به الله متعال یکی از عوامل و ابزاری هست که این خرافات را، این بدعات ها، این وساوس را کاملا در واقع ریشه‌کن می‌کند. در روایتی هست در صحیح بخاری و مسلم که روایت قدسی هست که رسول الله صلی الله علیه و سلم می‌فرمایند که الله متعال می‌فرماید که انا عند ظن عبدی بی معه، هر چی بنده من به من گمان بکند من اون گونه باش برخورد می‌کنم. یعنی هر گمانی رو که به من داشته باشه من مطابق گمان خودش در واقع برخورد می‌کنم. حتی الله متعال این گمان بد داشتن رو به الله متعال اینو جزء ویژگی‌های منافقان در واقع قرار داده که الظانین بالله ظن السوء، اون کسانی که به الله متعال بدگمان هستند. و در روایتی هم که در صحیح مسلم هست حضرت جابر رضی الله تعالی عنه میگوید که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند که لا یموتن احدکم الا وهو یحسن الظن بالله تعالی، هیچ کسی از شما نباید بمیرد در حالی که مگر در حالی که امیدوار به الله متعال باشه، حسن ظن به الله متعال داشته باشه. مورد سوم هست. مورد چهارم توکل بر الله متعال هست. اعتمادت بر الله متعال باشه، نه بر این خرافات و بدعات و این فاله های شرک آمیزی که وجود داره. و من یتوکل علی الله فهو حسبه، هر کسی که توکل بر الله بکنه پشتوانش الله متعال باشه قطعا الله متعال پشتشو خالی نمی کند. فاذا عزمت فتوکل علی الله، وقتی که عزمت رو جذب کردی توکل بکن بر الله متعال و این کار رو در واقع انجام بده که الله متعال متوکلین رو دوست دارد. مورد پنجم استعاذه هست، یعنی پناه بردن به الله متعال. وقتی که چیزی به ذهن انسان، به خاطر انسان میاد و وسوسه‌ای در ذهن انسان به وجود میاد، باید پناه ببره الله به الله متعال. و اما ینزغنک من الشیطان نزغ فاستعذ بالله، که بگو اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. و مورد آخری همون در واقع تمام اینها رو، تمام این مواردی رو که عرض کردم، فعلهای ناروایی رو که وجود داره اینها رو کنار بگذارند، استخاره های ناجایز و ساختگی هستند، بر بگردند به همون روش استخاره شرعی که در واقع وجود داره که کیفیتش رو خدمت شما بینندگان عزیز من توضیح دادم.
جزاکم الله خیر جناب مولانا. من تشکر میکنم از شما. سوالهای شما رو داشتم مراجعه میکردم در بحث موضوعاتی که مرتبط هست. برخی رو انشاءالله در خلال صحبت به پاسخش رسیده باشید و درباره فقط جناب مولانا یک مختصر پاسخی بدید که خانمی محترمی پرسیدن که من دختری دارم و بعد از اینکه ایشون به دنیا آمده، محتوای خلاصه بحثشون اینه که بعد پسری داشتم دوباره فوت کرده، بعد از اون به دنیا آمده، نفر سوم فرزند سوم به دنیا آمده، بس فوت کرده، الان میگن دختر شومه و برخی از این چیزا گفته میشه که فلانی نمیدونم فلان زن شومه، هر چی شوهر میکنه شوهرش میمیرن سرخوره، فلان مرد شومه، فلان بچه شومه، فلان پسر، فلان دختر شومه. این هم اگه یک مختصر توضیح بفرمایید در این باب برای این خواهد. در این مورد اینا واقعا عرض کردم که اینا همشون خرافه هست و هیچ گونه واقعیتی رو نداره، بلکه در روایات عکس این اومده از رسول الله صلی الله علیه وسلم که در روایتی هست که هر کسی یک فرزند، دو فرزند، یا گفته 3 فرزند رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودن هر کسی که 3 فرزند از اون در واقع فوت بکنه از دنیا براند، اینو الله متعال به یک جایگاه خیلی والایی در بهشت اینو نوید دادند، یک ثواب خیلی زیادی رو داره، یک ارزش خیلی زیادی رو نزد الله متعال داده. فرمودند که اگر 2 تا بچه باشه، گفت والا اینکه 2 تا بچه اگر از انسانی فوت بکنه این نزد الله متعال خیلی ارزش داره و سبب ثواب میشه برای مادرش. و سوال نکردند از یک نفر که اگر یکی بمیره اون وقتی، اما 2 نفر و 3 نفر رو در واقع سوال کردند که این نپرسیدن. و حتی در تاریخ صدر اسلام داریم که از عاتکه دختر زید ابن خطاب فکر کنم اگر باشه به عنوان زوجت الشهدا معروف بودن در زمان صحابه رسول الله صلی الله علیه و سلم، یعنی هر کسی که باشه ایشون ازدواج میکرد در واقع به شهادت میرسید. چندین نفر ازدواج کرده بودن شهادت رسیدند، آخرینشون هم حضرت عمر رضی الله تعالی عنه بودن و هیچ کسی اینو به فال بد نگرفتند که این زن شومی هست و انسان به کشتن میده و شوهرش میبرند، بلکه تمام کسانی که جز بزرگان صحابه بودند یکی بعد از دیگری شوهر قبلی وقتی که میمرد و از دنیا میرفت یک نفر دیگر می اومدند و خواستگاری میکردند و این هیچ گونه شومی در این زمینه وجود نداره که من قبلا هم عرض کردم روایاتی رو در این زمینه خوندم که لا طیر الا طیرک که الطیرة شرک، این جز همین موارد هست که جز موارد بسچگونی هست که هیچ موردی در قرآن یا احادیث رسول الله صلی الله علیه وسلم به این اشاره نشده. حتی در برخی از موارد که اگر اومده در مورد زن، موردی هست که زنی که در واقع بچه دار نشود اون یک مطالبی در مورد اومده در مورد چنین زنی، اما در مورد زنی که در واقع بچه هایش میمیرند یا زنی که در واقع هر کسی که به خواستگاری برود یعنی احتمال داره که بمیرد یا مرده باشه، چند شوهرش فوت کرده باشه، اینو جز مواردشون بدانند، هیچ گونه دلیلی در قرآن و حدیث رسول الله صلی الله علیه و سلم در این زمینه نیست. یک درباره خانمی که فرزند دار نمیشه فرمودید شاید سوال شده باشه، اگه توضیح یک روایتی هست، البته خود روایت من دقیقاً مطمئن نیستم به خاطر این مطلبشو کامل نکردم که شومی اگر باشه، اگر باشد در این روایت اومده، اگر باشد نیست، اگر هم که باشد در 3 مورد هست، یکی در خونه باشه و یکی در مرکب هست و دیگری در زن باشه. اینی در مورد زن گفتن که چی هست، یعنی زنی که در واقع اخلاق بدی داشته باشه و فرزند هم به وجود نیاد، این اهداف اصلی زندگی رو تامین نکنه یا خونه‌ای که خیلی تنگ و ترش باشه به قول معروف، گفتن اگر که باشه تمایل به فرزند نداشته باشه یا اینکه مواردی از این قبیل هست، اگر که باشه این موارد در واقع هستند. اگر که بود که نیست، اگر که باشه که هم که نیست و نمیشه بینم کاملا اینو جز موارد قرار داد، زیرا که این نعمت فرزند یا موارد دیگر جز نعمتایی هستند که الله متعال خودش بنابر اون چیزی که خودش مقدر کرده اینو در واقع به انسان میدهد و دلیلشون بودن نیست. متشکرم. اگر اجازه بدید به همراه شما بینندگان عزیز انشالله میان برنامه میبینیم، برمیگردیم که در فرصت باقی مانده موضوع دعانویسی رو هم با حضرت مولانا بررسی بکنیم انشالله و سوالهایی که در این باب هست و حتما برای بعضی عزیزان در این مورد هم بحث‌های زیادی هست. همچنان با شما خواهیم بود با ادامه موضوع. همراه ما باشید.
خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم. بخشی از اموالشان را به عنوان زکات بگیر تا بدین وسیله آنان را پاک و تزکیه نمایی و برایشان دعا کن. به راستی دعایت مایه آرامش آنهاست و الله شنوای داناست. با سلام مجدد خدمت همه شما خوبان و عزیزان. موضوعی که برای خیلی از عزیزان اتفاق میفته و سوال‌هایی هم در این باب داشتن، مسئله است به اسم تعویض نویسی با عین و ذال، از کلمه اعوذ گرفته میشه و تعوذ یعنی پناه بردن، و یا همون دعا نویسی ساده ترش که اقسام و انواع مختلفی داره و در این باب به قصد به هر حال حل مشکل، به قصد شفا، به قصد به هر حال نیت‌های مختلف استفاده میشه. برآورده کردن برخی از نیت‌ها، اهداف، دست یافتن به برخی از منافع، یا جلب کردن منفعتی یا دفع کردن مضرتی. به هر حال در یکی از این دو هدف استفاده میشه دعا نویسی و دعاهایی به شکل‌های مختلف، کاغذ روی کاغذ، اشکال مختلف، انواع و اقسام مختلف داره که استفاده میشه. در این مجال هم صحبتی خواهیم داشت با جناب مانو در بحث دعا نویسی و تأثیر دعا. اگر از خود بحث کلام الله مجید شروع بکنیم و تأثیراتش و شفا بودنش صحبت بکنید، چون به هر حال اصل موضوع ظاهرا از کلام الله شروع شده و به جای دیگه کشیده. در این مورد آیات متعددی هست در قرآن کریم که قرآن کریم در واقع یک نوع شفا میدونه برای مؤمنان، و هم برای شفا برای امراض باطنی هست و هم شفا برای امراض ظاهری هست. حتی امراض ظاهری هم در واقع شفایشون در قرآن هم وجود داره و برخی از آیات تأثیر مثبتی در این زمینه دارند. آیات متعددی در این زمینه هست، اما به خاطر ضیق وقت من فقط به یک مورد اشاره می کنم. در سوره اسراء آیه 82 یا 83 هست که الله متعال اشاره می فرماند که و ننزل من القرآن ما هو شفاء و رحمت للمؤمنین. 82 که از قرآن رو ما نازل میکنیم بر مؤمنان، اون مواردی رو که شفا هستند و رحمت برای مؤمنان هستند. این شفا در بر میگیره هم شفای جسمانی رو هم شفای روحانی رو، با توجه به روایاتی که بازم در این زمینه داریم و ثابت هست از رسول الله صلی الله علیه و سلم. و یکی از مواردش دلیلی هست که حضرت ابو موسی اشعری رضی الله تعالی عنه میگویند، اینو نقل کردند روایت از حدیث، دلیل از حدیث رسول الله صلی الله علیه و سلم که یک تعدادی از اصحاب رسول الله صلی الله علیه و سلم یک جایی در یک مسیری میرفتند و دچار گشنگی شدند، آذوقهاشون تمام شد، به یک محله رسیدند، از اونها مهمانی خواستند اما کسی حاضر نشد که اونها مهمانی بدهد و یک رئیس قبیله رو، ریش سفید قبیله رو عقربی در واقع زده بود و گزیده بود و گفتند که آیا کسی از شما رقیه بلد هست؟ رقیه اون چیزی هست که امروزه به نام دم گفته میشه، یعنی خوندن و دمیدن بر بیمار هست. موردی که در بحث سحر و ابطال سحر این مورد رو من بهش اشاره کردم. گفت آیا کسی هست که چنین موردی رو داشته باشه، بلد باشه؟ گفت یک از صحابه گفت بله من بلد هستم، منتها بدون مزد من این کارو نمیکنم. ما اینجا مهمان شما بودیم، در شهر روسا شما اومدن به ما چیزی ندادید، ما چیزی ندادیم، من حاضر نیستم که مفت این کار رو انجام بدم. من بلد هستم، یک دعا رو میخونم، به شرط این اگر که مریضتون خوب شد من یک
پاداشی و مزدی برای خودم میخوام. رفت و دعا کرد برایش و جالب اینجاست که دعای خیلی سختی نبود و سوره حمد رو خوند. سوره حمد رو بر کسی که عقرب اونو نیش زده بود و درد میکشید اینو در واقع خوند، چند مرتبه، 7 مرتبه خوند، بر سرش دمید. اون در روایت اومده که انما نشط من عقال، گویا که اینو بسته بودند و الان بازش کردند، یعنی کاملا صحیح سالم بلند شد و نشست. بعد در روایت اومده که یک گله گوسفند از اونها گرفت، یک گله گوسفند گرفتند و اومدند پیش رسول الله و اون کسی که این دعا رو خونده بود گفت که نه، تا زمانی که نرویم پیش رسول الله صلی الله علیه و سلم و جریان و بهش خبر ندیم من اجازه نمیدم کسی از این گوسفندا سر ببره و استفاده بکنه. رفتند پیش رسول الله صلی الله علیه و سلم و جریان تعریف کردند که من سوره حمد رو خوندم. رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند و ما ادراک انها الرقیه، تو از کجا فهمیدی که این رقیه هست، دعای شرعی هست که در این مورد کار ساز هست؟ و یعنی این که رسول الله تاییدش کردند که برای سوره حمد که از قرآن کریم است شفایی بر این دردها هست، هم این درد و هم دردهای دیگر. و رسول الله صلی الله علیه و سلم برای این که دلشون جمع بشه، خاطرشون جمع بشه، گفتند که ولی گوسفندایی رو که گرفتید مبارکتون باشه، یک سهم به من هم بدید، اینکه در واقع مطمئن باشند که کار خلافی رو در واقع این زمینه انجام ندادند. پس بنابراین با توجه به آیات قرآن و همچنین احادیث رسول الله صلی الله علیه و سلم، قرآن هم تأثیر معنوی دارد، شفای دردهای اخلاقی و بیماری‌های درونی هست و هم شفای بیماری‌های ظاهری. حالا کلام الله مجید که طبق آیاتی که شما اشاره فرمودید و استنادات از سنت صحیح رسول صلی الله علیه و سلم موجود، شک در نیست که طبق فرموده خود قرآن کریم شفا هست و به هر حال برای بیماری‌های جسمی هم استفاده میشه. غیر از کلام الله مجید چه دعاهای جایز دیگری داریم و یا شکل‌هایی که از کلا دعاهای ناجایز و دعاهای جایزی که تقسیم بندی بکنیم؟ در مورد دعاها یک مقدار وضعیت متفاوت هست و رسول الله صلی الله علیه و سلم در این زمینه سوال کردند از رسول الله صلی الله علیه و سلم در مورد رقیه ها که ما در زمان جاهلیت رقیه هایی رو میخوندیم، یعنی بر بیمارای خودمون یک چیزایی رو میخوندیم و میدمیدیم. آیا اینها رو بازم بخونیم الان که مسلمان شدیم، اون قبلی رو بخونیم، جایز هست یا جایز نیست؟ رسول الله صلی الله علیه و سلم بنابر روایتی که در صحیح مسلم هست فرمودند که لا بأس بالرقى ما لم تكن شرکا، تا زمانی که اینها شرک نباشه جایز هست. این مواردی که شرک آمیز نیست، دعاهایی که شرک آمیز نیست، جایز هست اونها رو بخونید، بر بیمارتون بدمید. یعنی در مورد رقیه هست، محتوای دعا محتوای ایمانی باشه، قرآنی باشه و توحیدی باشه، هیچ گونه اشکالی رو در این زمینه نداره. اما از این که از آیات قرآن باشه یا احادیث رسول الله صلی الله علیه و سلم باشه، این یک جنبه کاملا جدایی هست. یعنی خوندن آیات قرآن و دمیدن بر بیمار این بالاتفاق جایز هست. در این زمینه هیچ کسی حرفی رو در این زمینه نداره. برای هر گونه مشکل جسمانی و هر گونه دردی جایز هست که آیات قرآن را من جمله سوره حمد را یا سوره آخر قرآن را، معوذتین را بخونند، بر بیمار بدمند. هر کسی هم که بخونه و هر نوع بیماری هم که باشه، در این هیچ اشکالی وجود نداره و هیچ کسی از ائمه اسلام هم نگفته که این ممنوع هست، بل اتفاق جایزه و هیچ حرفی هم در این زمینه وجود نداره. اما بحث ما روی این هست که نوشتن دعا و آویزان کردن بر گردن باشه یا بستن بر بدن باشه، این موردش کاملا متفاوت هست با خواندن قرآن کاملا جایز هست، دمیدن بر بیمار هیچ گونه اشکالی رو نداره. اما بحث آویزان کردن تعویضها و دعاهایی که نوشته میشد بر بدن، این یک بحث کاملا جداگانه هست. من به خاطر اینکه این مسئله کاملا واضح و آشکار بشه برای بینندگان عزیز، من اینو اون گونه که علما تقسیم کردن به 2 گونه تقسیم میکنم. یعنی 2 نوع دعا داریم. منظور از دعایی نیست که خونده بشه، اون قبلا عرض کردم، دعایی که شرک آمیز نباشه، از قرآن و سنت باشه، خواندنش و دمیدن بر بیمار هیچ گونه مشکلی نداره. بحث من روی دعاهایی هست، تعویضهایی هست که نوشته می شود و بر بدن بیمار بسته می شود. اون آیات قرآن هم که باشه، ولو اینکه آیات قرآن باشه. به صورت کلی من به 2 قسمت تقسیم میشن. یکی از این انواعش اون مواردی هستند که 100% بالاتفاق حرامند. بالاتفاق یعنی از دیدگاه تمام مسلمانان و تمام ائمه و تمام صحابه و تمام بزرگان و محدثین ما این موارد حرام هستند. دعاهای نوشته شده ای که بالاتفاق حرامند.
دعاهایی که نوشته میشه و برگردن و سر و صورت در واقع بسته میشه برگردن در دیوار در دیوار هر جایی که آویزان بکنن. نوع اولش که حرام هستن چندین علامت داره و چندین در واقع گروه هستن. هر دعایی که از قرآن یا سنت نباشه، بلا استثناء، هر دعایی، ولا اینکه دعا باشه، ولا اینکه محتواش هم شرکی نباشه، محتواش یک محتوای خوبی هست، یک جمله عربی هست که شما می نویسید، هیچ محتوای شرکی نداره، دعایی هست که پروردگار فلانی رو شفا بده، ولا اینکه محتوایش خوب باشه، منتها غیر از قرآن باشه و غیر از احادیث رسول الله صلی الله علیه وسلم. یعنی این دعایی که شما نوشتید نه در قرآن اومده و نه در احادیث صحیح رسول الله صلی الله علیه وسلم، غیر از وحی باشه. این یک مورد. هر تعویضی که غیر از آیات قرآن و غیر از احادیث رسول الله باشه، در اون تعویض نوشته باشه، به اتفاق تمام علما حرامه. حالا فرق نمیکنه جمله باشه، شکل باشه، هر چی که میخواد باشه. اون موارد چیزی من فقط روی نوشته، یعنی فقط روی که نوشته باشه، فقط موردی که چیزی نوشته شده باشه، یعنی متنی نوشته شده باشه، منتها غیر از قرآن باشه یا غیر از سنت باشه. یعنی این دعا نه دعای قرآنی هست و نه دعای حدیثی، به اتفاق اینا حرامه. هیچ بحثی در این زمینه وجود نداره. هیچ امامی از ائمه اهل سنت و الجماعت نگفتند که این جایز هست. مواردی که غیر از قرآن هست و غیر از سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم باشه. این مورد اول هست. مورد دوم، هر چیزی که بر بدن بیمار آویزان شده باشد، غیر از مورد اول که مورد نوشته بود، هر چیزی که به قصد شفا یا به قصد دفع ضرر یا جلب منفعت بر بیمار یا بر در و دیوار آویزان شده باشد، اینا بالاتفاق حرامه. اما از این که نمیدونم مهره‌ای باشه، نمیدونم بند و گرهی باشه، نخی باشه، تنابی باشه، یک تکه چرم باشه، تکه استخوانی باشه، هر چیزی که باشه، هر چیزی که به قصد شفا، به قصد دفع ضرر یا جلب منفعت بر بیمار آویزان بکنند، ببندند، این در واقع جزء موارد حرام هست. سنگی باشه به قصد تبرک از یک جایی برداشته باشن برده باشن، یا اینکه نمیدونم پارچه‌ای رو آورده باشن مالیده باشن به کعبه، یا این کار میکنن تو احد که میرن که تو احد هر کی میره این تپه جبل روما فکر کنم تا یک چند سال دیگه کلا حذف بشه روی صحنه احد، هر کی میاد یک مشتی برمی‌داره میریزه تو جیبش میبره با خودش. اینا هم همه داخل این بحث بلا استثناء، همشون داخل هستن. هر چیزی که به قصد دفع ضرر یا جلب منفعت یا شفای بیمار در واقع بر بیمار اینو بمالند یا اینکه بر بیمار آویزان بکنن، در در و خونه این آویزان بکنن. این مورد دوم هست. مورد سوم، تمام دعاهایی که شرک آمیز هستند، تمام دعاهایی که شرک آمیز هستند، یعنی این که مثلا در دعا نوشته باشه یا جبرائیل یا اسرائیل یا محمد یا علی یا حسن یا حسین، هر چیزی دعایی که نوشته شده باشه و در آن استغاثه به غیر الله باشه، شرک آمیز باشه، این در واقع به اتفاق تمام علما حرام و ناجایز هست. مواردی که در اونها حرف یا استغاثه برای غیر الله باشه، شرک آمیز باشن، یعنی اینکه طلب شفا از غیر الله باشه. فرض کنیم که فرشته‌ای رو صدا زده باشن، پیامبری رو، ولی رو صدا زده باشن، یا اینکه جنی رو صدا زده باشن. خیلی اسمای عجیب و غریبی ما می‌بینیم، اسمای عجیب و غریب، حتی در برخی از موارد سگ‌ها رو مثلا خطاب قرار میدن در بعضی از تعویضات که من نمیخوام وارد جزئیات باشن. هر موردی که طلب استغاثه و طلب اعانت و کمک از غیر الله متعال باشه و به هر نحوی شرک آمیز باشه، اینا به اتفاق علما این موارد کار هستند، کاملا حرام هستند. و در مواردی که هر چیزی به صورت کلی اون کسی که این کار رو انجام میدهد، اگر اون کسی که این کار رو انجام میدهد معتقد باشه که این چیزی که من آویزان کردم برگردن خودم، این فی ذاته و فی نفسه مؤثر هست، مهره مار و مهره نمیدونم خر و مهره چی و چی، هر چیزی رو که بر خود آویزان بکند اعتقادش به همین مهره باشه یا به همین تعویض باشه، به همین مهره باشه یا به همین تعویض و به همین دعا باشه، به اتفاق علما این موارد جز موارد حرام هستند. یعنی در این زمینه ما اگر میبینیم که کسی انجام میدهد اینها را در جامعه ما، در شهر ما، نباید سوال بکنیم که شاید یک امامی گفته، شاید امام ابو حنیفه راضی نیست اما امام دیگری اینو معتقد باشه. هیچ صحابی، نه پیغمبر، نه صحابه و نه ائمه بزرگوار ما، نه محدثین و نه هیچ کسی از علمای مجتهد و معروف چون این چیزی رو جایز قرار ندادن.
4 مورد عرض کردم. آیاتی که خلاصه وار بگید. بله، آیاتی که هر تعویضی که غیر از آیات قرآن و احادیث رسول الله باشه، بله. هر نوع مهره یا سنگ، هر چیزی که به قصد شفا و دفع ضرر و این در واقع آویزان کرده باشن، هر موردی که شرک آمیز باشه یعنی طلب از غیر الله باشه و هر فردی که معتقد باشه که این موارد فی ذاته مؤثر هستند، خیر و شر رو از اینها بخواد، اینها به اتفاق تمام علما ناجایز و حرام هستند. حالا جناب مولانا اینا رو که شما فرمودید، حالا یک سوال هنوز باقی موند. درباره تلاوت کلام الله مجید فرمودید که اتفاق نظر هست که تلاوت هر آیه از کلام الله مجید به نیت شفا برای دعا، چه جسمی چه روحی، هر کس هم که بخونه هیچ اشکالی در این وجود نداره. اما درباره نوشتن آیات کلام الله مجید و احادیث که شما استثناء کردید این رو در ابتدا از نوشته ها، گفتید غیر از کتاب الله و سنت رسول اگر چیزی نوشته باشه اتفاق است. خود آیات کلام الله مجید رو حالا اگر کسی نوشت و یا احادیث صحیح رو، مثلا دعایی که در حدیث هست در قرآن نوشت، یعنی فقط اینها فعلا صحبت نکردید، غیر از این هر چی باشه حرام است. هر چی باشه، غیر از این هر چی باشه حرامه، غیر از قرآن و حدیث بلا استثناء خلاصه کنیم دیگه، غیر از قرآن و حدیث نوشته هر چی باشه حرامه. خود اینا از حرف من اینجوری برداشت نکنید که هر چی غیر از این باشه حرام هست یعنی بقیه همه حلالند. منظور من این نیست. این مورد من عرض کردم که متفق علیه، روش حرفی نیست که حرامه، یعنی هیچ شکی درش نیست که حرام است، اما موارد دیگر حلال هست یا حرام است یک بحث کاملا جداگانه هست. خب قبل از اینکه من به مورد بعدی بپردازم، دلیل این مواردی رو که من عرض کردم چرا حرام هست. بله مهمه. چرا حرام هست؟ بله. این موارد را ما هیچ انسانی، نه من و نه هیچ عالمی و نه هیچ امامی این حق را ندارد که چیزی رو از طرف خودش بگه حلال هست یا حرام هست، مگر اینکه دلیل قطعی و صریح و صحیح از جانب رسول الله صلی الله علیه و سلم باشه. من عرض کردم که هر چیزی که جز این موارد هستند، این 4 مورد رو که اشاره کردن، اینا در واقع حرام هستند و بالاتفاق حرام هستند. دلیلشون چیه؟ دلیل اول حدیثی هست از حضرت عبدالله ابن مسعود رضی الله تعالی عنه که در سنن ابو داود نقل شده و در مسند امام احمد ابن حنبل رحمت الله علیه نقل شده. حاکم در مستدرک خودش این روایت را آورده و گفته که این روایت صحیح است و امام ذهبی هم اینو در واقع گفته که تاییدش کرده و علامه البانی هم اینو گفته صحیح، یعنی در صحتش هیچ گونه حرفی وجود نداره که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند که ان الرقى والتمائم والتولة شرك. ان الرقى والتمائم والتولة شرك، که رقیه ها و تمیمه ها و توله شرک هستند. این 3 مورد رو یعنی رسول الله گفتن شرک. رقا همون موردی هست که اول من گفتم. رقیه یعنی خوندن یک چیزی دم کردن بر بیمار، خوندن یک چیزی و دم کردن بر بیمار، این شرک هست. منتها این کلی که در اینجا اومده و این کلیگویی که اومده، این تخصیص خورده به خاطر حدیث رسول الله صلی الله علیه و حدیث دیگری که هستن در کتاب و در سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم وجود داره. من جمله این که در روایت صحیح مسلم من قبلا عرض کردم که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند که بیارید رقیه های تو خودتون، دعاهایی رو دارید بیارید به من نشون بدید، بخونید برای من، و در نهایت فرمودند هر چیزی که در آن شرک نباشه جایز هست. و بین این دو تا روایت میشه که غیر از کتاب و سنت. بله، اون روایتی من قبلا عرض کردم که صحابی فاتحه رو خونده بود بر بیمار، این دلیل بر این است که تمام رقیه ها شرک نیستند مگر رقیه هایی که در واقع شرک آمیز باشند. اگر شرک آمیز نباشند هیچ گونه ممنوعیتی ندارند. پس بنابراین این رقیه فقط رقیه های شرک آمیز در واقع شرک هستند، اما رقیه‌ای که از قرآن باشه، این خواندن قرآن و دم کردن بر بیمار، هیچ گونه اشکالی نداره. و تمائم جمع تمیمه هست. تمائم جمع تمیمه هست. تمیمه به هر چیزی در زبان عربی گفته می شود که در گردن آویزان بکنند به قصد دفع ضرر یا جلب منفعت در گردن خودشون در آویزان بکنند. اهم از این که این آیه قرآنی باشه که اینو نوشته باشند، اهم از این که آیه قرآنی باشه، اهم از این که حدیثی باشد، یا اهم از این که مهری باشد، یا هر مورد دیگر. تمیمه یعنی هر چیزی که در گردن آویزان بکنن به صورت کلی،
هر چیزی که باشه، چرمی باشه، پوستی باشه، نمیدونم پارچه‌ای باشه، گرد خاکی باشه، هر چیزی که باشه بر گردن آویزان بکنند یا بر بدن بمونند ببندن، این در زبان عربی معنیش هست بهش میگن تمیمه. اینم گفتن که حکم عام. بعد میرسیم که آیا واقعا تخصیص دارد یا اینکه تخصیص ندارد. اینم گفتن که شرک هست. و مورد دیگر توله رو گفتن. توله یعنی ایجاد محبت، یعنی مهره‌ای که به خاطر ایجاد محبت آویزان میکنن. مهره نمیدونم میگن مهره مار داره طرف فلانی هر جا که میره همش شیفته و شیداش میشه. یا این که به خاطر این است که دیگران دوستش داشته باشن، ایجاد محبت باشه یا ایجاد بغض و عداوت باشه، که این بهش میگن توله. این سه مورد را رسول الله صلی الله علیه و سلم در یک حدیث صحیح فرمودند که این موارد چیکار هستند؟ شرک هستند. ان الرقى والتمائم والتولة شرک. یعنی کافر میشه طرف، مشرک هست دیگه. این حرف من نیست، تعبیر من نیست، تعبیر رسول الله صلی الله علیه و سلم است. رقا یعنی دمها، اون چیزی که خونده میشه دم کرده میشه. تمائم یعنی تعویض. و توله یعنی اون مهره هایی که برای ایجاد محبت یا ایجاد بغض و عداوت در واقع آویزان میشه. اینها رو تمام در واقع جزء شرک هست. اینا جزء شرک اسباب هستند. وقتی که شرک رو تقسیم میکنن جزء شرک فعل اسباب شمرده میشن. این دلیل اول. دلیل دیگری وجود داره، همچنین در سنن ترمذی هست، در کتاب الطب اینو آورده و در اونجا نقلش کرده و علامه البانی رحمت الله علیه هم گفته که این روایت صحیح است. روایت از عبدالله ابن عکیم هست، میگوید که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند که من تعلق شیئا وکل الیه. هر کسی که یک چیزی رو بر گردنش آویزان بکنه، خداوند متعال اونو به همون چیز میسپارد. یعنی این که الله متعال اونو به خودش رها میکند. یعنی هیچ ارتباطی با الله متعال نداره، پشتوانه دینی نداره. این دلیل دوم هست. و دلیل دیگری که از حضرت عقبه ابن عامر هست و در مسند احمد و مستدرک حاکم اومده که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند من تعلق تمیمه فلا اتم الله له. واقعا یک نفرینی هست. من تعلق تمیمه فلا اتم الله له. هر کسی چیزی رو به گردن بیاویزد به خاطر دفع مضرت یا جلب منفعت، الله متعال او رو به مرادش نرساند. این دعایی هست رسول الله صلی الله علیه و دعا کرده و قطعا دعای رسول الله هم اجابت می شود. هر کسی که یک چیزی را به امید منفعت یا به امید دفع ضرر برگردن خودش آویزان بکند، ببندد، الله متعال چنین انسانی رو ناکام بگرداند. دعایی از جانب رسول الله صلی الله علیه و سلم. یعنی چه اون مقصدش نرسد، به مقصدش نرسند. و روایت دیگری هم هست که در این زمینه بازم در مسند امام احمد ابن حنبل هست، با راویان ثقه‌ای در این زمینه روایت شده که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند من تعلق تمیمه فقط اشرک. مثل اون روایت قبلی، من تعلق تمیمه فقط اشرک. هر کسی که چیزی را آویزان بکند در واقع مرتکب شرک شده. و این روایت هم جز روایات صحیح است. من عرض کردم که علامه البانی رحمت الله علیه در کتاب سلسله صحیح خودش این روایت را جز روایات صحیح قرار داده. و همچنین از اقوال تابعین و از اقوال صحابه در این زمینه موارد متعددی وجود داره، من جمله این که ابراهیم نخعی رحمت الله علیه که در واقع سررشته فقه احناف که به ایشون میرسه و به عبدالله ابن مسعود و شاگردانش میرسه، ایشون میگن که جمله رو داره در مصنف ابن ابی شیبه فکر کنم، اگر عبدالرزاق که مصنف ابن ابی شیبه اینو نقل کرده، که ایشون میگن که کانوا یکرهون التمائم کلها، که یعنی گذشتگان، میگم گذشتگان چه کسانی هستند، تمائم رو همه رو مکروه میدونستن. مکروه در اصطلاح قدیمی ها به معنی حرام بوده. کانوا یکرهون التمائم کلها من القرآن و غیر القرآن. صراحتا اومده از قرآن و از غیر قرآن هر چیزی که آویزان بشه اینو حرام میدونستن. کی حرام میدونستن؟ یعنی اصحاب رسول الله صلی الله علیه و سلم، خود ابراهیم نخعی و کسانی که شاگردان حضرت عبدالله ابن عباس بودند. و خود عبدالله ابن عباس در این زمینه موضعشون مشخص است که تمام موارد رو کاملا حرام میدونستن، چه از قرآن باشه چه از غیر قرآن باشه. پس بنابراین دلایلی که عرض کردم این در واقع جزء موارد محرم قطعی 100% هست و در این زمینه در میان ائمه و علما هیچ گونه اختلافی وجود نداره. حالا در بحث همین موضوعاتی که شما اشاره فرمودید واقعا موضوعات مهمی است که شاید خیلی از عزیزان برای اولین بار دارن میشنون. بحث موضوع قرآن غیر از قرآن کریم که هیچ بحث درش نیست، یعنی نوشتن غیر قرآن کریم و احادیث صحیح رسول صلی الله علیه و سلم که بر اتفاق دارید میگید که حرام است، یعنی هیچ شکی درش نیست و
روایت‌های مختلفی هم شما ذکر فرمودید. حالا چه طرف بیاد که شکل‌های عجیب غریب نوشته باشه، خط‌های عجیب غریب باشه و نمیدونم اعداد حروف ابجد رو خیلی میان می‌نویسن و شکل‌های مختلف می‌کشن، نمیدونم کله شیر و بدن شیر رو شاخ می‌ذارن و اینها شکل‌های مختلف، جدول‌ها داره و علائم داره و ماه و ستاره می‌کشن داخلش. اینا هیچ شکی نیست که اتفاق روی اینا همه اینها حرامه. بله قطعا 100% تمام اینها از دیدگاه تمام علمای اسلام و تمام ائمه، منظور از علما نه اینکه یک مولای دعانویسی خودش می‌نویسه اینو برای ما مرجع باشه، این که مرجع نیست. تمام ائمه، فقها و محدثین ما و اصحاب رسول الله صلی الله علیه و سلم یک دست همه معتقد هستند که تمام این موارد جز موارد حرام هست. نه تنها حرامه بلکه شرک هست، بلکه شرک در اسباب هست. بدین معنی این حرف من معنیش این است تمام عزیزان، خواهران و مادرانی که الان در خونه تعویض دارن، من عرض میکنم خدمت شما یک مقدار جریء باشید و در واقع شجاع باشید، همت بکنید. تعویضاتی رو که در خونه دارید، میدونم خیلی از شما تعویض دارید در خونه و چون که نمیدونستید این تعویضات رو رفتی از افرادی که فکر میکردید که ملا هستند، عالم هستند، اهل دین هستند، تعویض قرآنی میدهند، این تعویضات رو رفتی از اونا گرفتید. بیایید این جرأت بکنید این تعویضات رو باز بکنید. این تعویض‌ها رو باز بکنید. 7 تا جلد میکنن و نمیدونم میگن اگه باز کردی سنگ میشه و دهنت کج میشه و نمیدونم گوشت این تمام این نشان شیاد بودن این افراد هست. باز نکنه اگر باز بکنید نمیدونم باطل میشه و نمیدونم که ضرر میبینی و جنا میریزند خونه و تو نمیدونم بچه‌ت میمیرد و میترسونند از این، به خاطر اینکه این واقعیت در واقع نداره. این تعویض قرآنی نیست. اگر تعویض قرآنی باشه آیات قرآن، مثلا این قرآن کریم رو شما روزی 100 مرتبه باز بکنید ببندید، آیا باطل میشه تاثیر قرآن؟ آیات قرآن است، به هیچ عنوان باطل نمیشه. این باز بکنید، این تعویضاتی رو که بستید، این تعویضاتی رو که در سر خودتون میبندید، در گردن بچه‌هاتون آویزان میکنید، جرأت بکنید اینو باز بکنید، ببینید در این تعویض چی هست. اگر در این آیه قرآنی بود یا حدیثی از صحیح بخاری بود، صحیح مسلم بود و ادله و دعاهای قرآنی بود که یک حرفی هست، اون باز قابل توجیهه. نه من معتقد نیستم که جایز هست، باز قابل توجیه هست، در حد شرک نمیرسه. اما اگر خط کشیده بودند، جدول بود و نمیدونم اعداد بودند، شکلک هایی بود، شکل هندسی بود یا شکل حیوانات بود یا مواردی از این قبیل بود، مطمئن باشید اون کسی که شما به امید این که دعانویس هست، عالم هست پیشش رفتید، اون عالم نیست، شیاد و دروغگو هست. بله اتفاق حرفی در این زمینه نیست. این حرف من نیست، حرف تمام ائمه بزرگوار اهل سنت و جماعت است، زیرا که هیچ یکی از ائمه چنین تعویضات شرک‌آمیزی را، چنین اعداد و ارقامی را و چنین شکلک هایی را در واقع هیچ کسی جایز قرار نداده. اینا با ایمان و اعتقاد شما در واقع بازی میکنن. یک خاطری رو من تعریف بکنم در این زمینه که این خصوصا خواهران و مادران عزیز و ارجمند یک اعتقاد خاصی دارن در این زمینه به ملاها و دعانویسا، اصلا به دعانویسی به صورت کلی. و این برمیگرده به این که واقعا در زمان قدیم علم چندانی نبوده، کسی نبوده که دعاهای قرآنی رو بهشون یاد بده، دعاهایی رو از حدیث بهشون یاد بده. مجبور بودن برن سراغ یک کسی که شاید مثلا درس دینی که خونده باشه اندازه یک کتاب بوده. زمان قدیم نمیدونم 5 کتاب میخوندند و نمیدونم گلستان و بوستان اینا رو خونده بودن، این بزرگترین عالم منطقه شمرده میشد. و اونا مجبور بودن برای اینکه کم نیارند یک چیزایی رو سرهم بکنن به خورد مردم بدن. اون دوران گذشت، الان قرآن همه جا هست، علما همه جا هستن، صحیح بخاری، صحیح مسلم همه جا هست، حق و ناحق کاملا مشخص میشه. و یکی از اقوام نزدیک ما، اینو من عرض میکنم که یعنی اینها بیشتر یک نوع توهم هست، یک اعتقاد کاذبی هست که این خواهران و مادران به این دعا و تعویض به اون چیزی که آویزان میکنن در واقع دارن. یکی از اقوام نزدیک ما معلم هست، دبیر هستند، ایشون خانمشون یک بیماری مزمنی داشتند، یک دردسر همیشگی، یعنی هر روز در طول هفته همیشه بیمار بودن، سرشون درد میکرد. وقتی که از مدرسه برمیگشتن این خانم میدونن سرش بسته با یک چادری و افتاده گوشی و نه غذایی و نه هم از هیچ چیز خبری نیست. هر روز بهش میگه که خب امروز که رفتی مدرسه، از مدرسه که برگشتی برو پیش فلان دعانویس یک دعای برای من بگیر بیار که دردسرم خوب بشه. بنده خدا میره سر ظهر وقتی که تعطیل میشه، خب وقتی نیست که بره خونه مولای کسی جای تعویض بگیره،
یک روزی آخر خانمش عصبانی میشه، میگه که اگر امروز بدون تعویض برگشتی در اصلا برات باز نمیکنم، نه اصلا خونه، برو هر جا میخوای بریم. بنده خدا برمیگرده از مدرسه، دم خونه که میرسه بیادش میفته که خانم تهدید کرده، من چه کار بکنم الان؟ خب بر بگرده وقتی هم نیست که بره جای تعویضی بگیره. سر ظهر خونه کسی رفتن، پیش دانویز رفتن، همه جمع کردن بساط خودشون، سر خیابون هم که نشستن اونا هم میرن دیگه. گفت چاری ندیدم، نگاه کردم دم خونه یک تکه روزنامه افتاده بود، باد آورده بود دم خونه افتاده بود. اینو برداشتم از تکه روزنامه رو، دیدم زیرش هم یک سوسکی هست، اینو با خود همون سوسک برداشتم. سوسکو برداشتم با همین تکه روزنامه پیچیدم اینو کاملا دیگه، سوس داخل تکه روزنامه، اینو پیچیدم و خلاصه در زدم که تا در زدم گفت که تعویض آوردی؟ گفت ها بله تعویض آوردم. خلاصه در رو باز کرد، رفتم و بهش گفتم که اینو دانویس داده، گفت اینو در 7 پوش بکن، جلدش بکن اینو، و یکی نمیدونم لاستیک باشه، یکی نمیدونم پلاستیکی باشه، یکی پارچه باشه فلان، و اینو نمیدونم به سر خودت ببند. گفته بنده خودم قبول کرده و رفته با یک شوق و اشتیاق این تعویض و جلدش کرده و دوخته و کاملا و توی که بندی و رو سر خودش بسته. گفت اینو که بس روز بعدش که از مدرسه برگشتم دیدم خانم سرحال نشسته، کاملا انگار مریضی نداره، بیماریش کلا رفته. می خانم چی بود؟ میگه خدا خیرت بده، 1 سال دنبالت افتادم که برای یک تعویضی برای من بگی، تا حالا نگرفتی؟ الحمدلله خوب شدم امروز دیگه، دردسرم کلا رفته. میگه که بله کار خودش رو کاملا کرده. میگه بعد از چند روز بهش گفتم بیا این تعویض رو باز بکنیم ببینید. میگه نه اگر باز بکنیم باطل میشه که نمیخوام، این من بدون این تعویض نمیتونم که زندگی کنم اصلا. بله. گفتم مشکل نداره، اگر باطل شد من میرم یکی دیگه میگیرم، اصلا نگاه بکنیم که چی هست که نمی تاثیر داره که دردسر تو یک سره رفت. میگه این وقتی که جلوش باز کردن دید که سوسکی هست. خب زنم که با سوسک دیگه رابطهش مشخصه دیگه، چی جی خودت که این چیه که آوردی، نه تو باشی و نه مولایی که این تعویض رو به تو داده فلانه، ما رو مسخره کردی. گفته بله همین از واقعیتش همینه، اینو مولا داده بود، نمیخوام نه به تو ایمانی دارم نه به اون مولایت که این رو رفتی ازش گرفتی. اما جالب اینجا بود که در این وسط اون بیماریش کاملا از بین رفت. بعد از اون دوباره دیگه یادی از اون بیماری خودش نکرد. این یک توهم بوده، یک اعتقاد کاذبی بوده که به فلان تلقین بوده، اعتقاد کاذبی بوده که به فلان دانویز داشته. همین اعتقاد درمانی هم جناب استاد یک از مسائلی که در پزشکی داره روش بحث میشه. همین اعتقاد رو اگر واقعا خودش به دعای خودش می‌داشت، به سوره فاتحه می‌داشت، یا مواردی که در سنت اومده رسول الله صلی الله علیه و سلم عمل می‌کردن، اینها رو خودش می‌خوند بر خودش می‌دمید یا شوهرش می‌خوند بر ایشون می‌دمید، قطعا مسئله حل شده بود. و بسیار از این موارد جزء موارد یعنی افراد واقعا شیادی هستند. من افرادی رو سراغ دارم جز کسانی که میشناختم از نزدیک، تعویض می نوشتم. من گفتم شما چی می نویسید؟ گفت به خدا قسم، اسم خدا رو میبرد، به خدا قسم بعضی وقتا اسم فوشی رو، یک فوش خیلی رقیقی رو گفت. من می نویسم که برو اگر که خوب شدی به فلان و خوبم نشدی به فلان. اینو میپیچیدم میدم به زنهای مردم، اونا بنده خدا میرن اینو میپیچن و توی گلو و گردن خودشون آویزان میکنن با امید این که ما دعا گرفتیم از فلان عالم. انگار که وقتمون داره کم به پایان میرسه. همین الان هم بچه‌ها لطف کردن، محمد رفیع جان و محمد جان بیشتر از وقت معمول برنامه به ما وقت دادن و اگه چند دقیقه دیگه هم دوستان کنترل لطف کنید که ما بحث رو جمع می‌کنیم دیگه ان شاءالله. جناب مولانا، من هم حالا مثال‌هایی که زیاده و همین که شما فهمید جناب مولانا فرمودن جرأت کنید باز کنید. من خودم یک تعویض یک جای باز کنید جناب مولانا باور بکنید الف با رو توش نوشته بود، طرف الف ب ت س ج تا آخر نوشته بود. موارد زیادی هست. خلاصه بحث رو اگر بخواید در بحث، چون اگه بخوایم در تفاصیل وارد بشیم که انقدر زیاد هست، پس خلاصه بحث برای کسانی که احیانا از تعویض استفاده میکنن یا به سراغ دانویس میرن یا هر جایی هم مثل این مثالی که شما ذکر کردید تا تعقیب توقی میخوره به دنبال تعویض هستن، توصیه شما برای کسانی که دارن و کسانی که باور دارن و کسانی که مراجعه میکنن به این افراد. من عرض میکنم خدمت تمام بینندگان عزیز و ارجمند که عقیده شخصی من اینه که هیچ گونه تعویضی جایز نیست بلا استثناء حتی آیات قرآن و حتی احادیث رسول الله صلی الله علیه و سلم. جایگزین هیچ چیز جایگزین دعاهایی هست که خود فرد بخونه.
آیات قرآن رو خودشون بخونند و بدمند و دعاهایی که در این زمینه ثابت شده از رسول الله صلی الله علیه و سلم، این سنت هایی که هست بر اینا عمل بکنیم. چرا قرار باشه ما بریم سراغ یک چیزی که نه رسول الله انجام داده و نه صحابه انجام دادن؟ و قطعا این گونه هست و در بسیار از موارد. و اینو من عرض میکنم که تعویض که از قرآن و سنت باشه. اون مورد قبلی که من عرض کردم به صورت کلی حرام، روش حرفی نیست. تعویضی که از قرآن باشه یا از سنت باشه، این تعویض مختلف فیه، یعنی این همینم اجماع نیست که بر جایز بودنش تمام علما یک دست نیستن. یک تعدادی گفتن جایزه، تعدادی گفته بودند که نه ناجایز و حرام هست. یعنی این که این حکمش حکم مختلفیه، یعنی این که حتی آیات قرآن بقیه که بل اتفاق ناجایز حرامه قطعی 100% چه بسا به شرک میرسه در صورتی که شرک آمیز باشه. خب اما آیات قرآن یک مطلبی هست که در این مورد اختلافه، آیا جایز هست تعویض بنویسند یا اینکه جایز نیست. خب این مواردی که در اون اختلاف هست چه مواردی هستند؟ مواردی که من مواردی که قطعا حرام بود عرض کردم. مواردی که مورد اختلاف هستند که جایز هست یا جایز نیست، اول این که از قرآن باشه، آیات قرآن یا احادیث رسول الله صلی الله علیه و سلم. شرط اول. شرط دوم این که با زبان عربی و مفهوم باشه و با خط خوانا نوشته باشه. اون چیزایی که طلسم هست و با خطای خیلی بدی می‌نویسند و رمز و رموز هست، اونا که حسابشون جداه. ولو این که با زبان عربی باشه و با خط خانایی در واقع نوشته باشه. ولو این که از شرکیات خالی باشه، طلسم نباشه، شرکیات نباشه، ندای غیر الله نباشه، بالفرض که این شرایط رو هم در واقع داشته باشه. بالفرض این که صاحبش یک انسان کاملا معتقدی هم باشه، میدونه که این تعویض برای من کاری رو نمیکنه، کار فقط الله متعال میکنه، الله مسبب و الاسباب هست، اینو فقط سبب قرار داده. بالفرض که این عقیدهش هم عقیده درستی باشه، باز هم از دیدگاه من و گروه زیادی از علمای اهل سنت و الجماعت این مورد هم جز موارد حرام هست. یعنی بستن تعویض، نوشتن از آیات قرآن یا احادیث رسول الله و بستن به سر صورت، این جز موارد حرام هست و هیچ دلیلی برای ثبوتش وجود نداره. به چه دلیل؟ دلیل اول همون روایتی که من قبلا عرض کردم که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرموده ان الرقى والتمائم والتولة شرک. یا روایت دیگری که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرموده بودند من تعلق تمیمه فقط اشرک، هر کسی چیزی رو آویزان بکند شرک کرده. در مورد رقا خاطرتون باشه من عرض کردم که تخصیص خورده. رسول الله فرمودن اون چیزی که شرک نباشه جایزه که بخونید، اما در مورد تعویض نوشتن و آویزان کردن هیچ گونه تخصیصی نیومده. مطلقاً گفته که هیچ استثنایی در این زمینه وجود نداره. پس بنابراین به استدلال از این دلایل و به خاطر اینکه تخصیص نخوردن این دلایل، چون این کاری کاملا جایز نیست. دوم این که با انجام دادن این بدعات و خرافات و با این تعویض‌های شرک‌آمیز روش‌های مسنون از بین می‌رود. روش‌هایی که عملاً وجود داره که در سنت رسول الله هست و برای این کار تدوین شده، رسول الله عملاً انجام داده، صحابه را تعلیم و آموزش داده، اونها از بین میرن. من شرط میبندم از همین ملاهایی که دعانویس هستن، برید دعاهای مسنونی که در این زمینه وجود داره بپرسید، یاد ندارند که رسول الله چه دعایی رو خوندن بر بیمار، بجز همین دعاهای تعویضایی که در واقع شرک‌آمیز هست. پیدا کردن گوشه نقش سلیمانی و فلان فلان همین رو روش رونویسی میکنن. دوم این که این امر که دعاهای قرآنی که بنویسند و آویزان بکنند، این عرض کردم که مختلفون فیه، یعنی یک گروهی گفتند که حرامه، یک گروهی گفتند که حلاله. احتیاط چه رو میطلبه؟ اینکه انسان به ایمان خودش احتیاط، یعنی خودش بله حدیث که وقتی حدیث هم هست بحث اعتقادی هست به این که بعضی از علما گفتن الا بالله به گردن مولا، این دیگه برای شما کارساز نیست. وقتی که راههای شرعی هم وجود داره کاملا میشه که کاملا جایگزین این موارد باشه. دلیل چهارم این که این موارد منجر به شرک میشود. تعویض بودن ولو این که از آیات قرآن باشه، این نهایتا منجر به شرک میشه. یعنی این که اون بیچاره بی سوادی که این تعویض رو رفته گرفته فکر میکنه که همین تعویض خودش یعنی فی ذاتی برای من موثر هست، یا این عالم واقعا یک چیزی بلد بوده که اینو به من داده و این در واقع موثر میدونه و در این زمینه هیچ حد و مرزی رو قائل نیستند، نمیدونه که این آیات قرآن بوده یا چیزی دیگر بوده. پس بنابراین یک نابسامانی در جامعه به وجود میاد.
و دلیل دیگر، این دلیل پنجم، این که این حمل قرآن هست، این اهانت به قرآنه. تعویزی که از آیات قرآن می نویسند بر بچه میبندند یا بر خودشون میبندند، با همین تعویز میرند دستشویی، در حالت جنابت بر بدنشون بسته، وقتی که میخوابند چه بسا که زیر بدنشون باشه یا در زمان همبستری و در موارد دیگر. این یک نوع اهانت به آیات قرآن کریم هست که به هیچ عنوان این در واقع جایز نیست. اضافه بر این که وقتی که نگاه میکنیم بیشتر کسانی که اهل تعویز هستند، بیشتر کسانی، همه رو عرض نمی کنم، بیشتر کسانی که اهل تعویز هستند انسانهای معتقد و دینداری نیستند، فقط کاسبند، سر خیابان نشستن. اینها یعنی نمیشه که اینها رو در واقع در حد مشرک خوند یا کافر خوند. این برمیگرده به این که اعتقاد کارشون قطعا حرامه، کارشون که حرامه، درآمدشون هم کاملا حرامه، در این هیچ گونه بحثی وجود نداره. پیش اینا رفتن هم کاملا حرامه. اما این که خود این فرد کافر باشه یا مسلمان باشه، این برمیگرده به اعتقادش و به نوع دعایی که می‌نویسه. اگر واقعا انسان معتقدی از بنابر قول برخی از علما فقط تعویذ قرآنی می‌نویسه، نه طلسم هست و نه بند بستن هست و نه خط و خطوط دیگری هست، نه گره زدن هست که این حکمش نمیتونیم که خب یک نهایتش یک کاری رو که مختلفی هست این انجام میده. اما اگر معتقد باشه به سحر و جادو و بقیه موارد هستن، اون در واقع در مشرک، اون همون جادوگری میشه. و بسیاری از تعویضات تعویض نیستند، شرکند، سحر صریح و یعنی مشخص هستند. بسیار از این تعویضات، به طور مثال تعویض‌هایی که مثلا به عنوان یک چیزی هست میگن که تیربند میکنن طرف رو، یک تعویض رو مینویسند که به هیچ عنوان تیر و کارد و بقیه چیز سر بدن این اثر نمیکنن، یا کشتی میگیره زمین نخوره. به هر صورت این موارد تمام هستند که جزء همین موارد هستند. فکر میکنن این یک تعویضی، آیه از قرآن رو بنویس روی بدنت، اینو به هیچ عنوان تیر با تو کار نکنه، اثر نکنه، شمشیر و کارد و نیزه هیچ کسی اثر نکنه. حافظ قرآن میزنن میکشن، حافظ قرآن هیچی. حتی رسول الله صلی الله علیه و سلم در جنگ احد زدند و دندانشو شکستند. اگر قرار بود که دعایی بود و وردی بود و تعویضی بود، خب می نوشتن حداقل برای خودشون، اثر میکنه. قرآن حفظ بود. قرآن رو که بگذاریم از تمام اینا در واقع که یعنی به هیچ عنوان این موارد جز موارد سحرند. و جالب اینجا است من یک راهکاری رو عرض میکنم. من خیلی عجله صحبت میکنم که وقتمون تمام شده، فقط فرصت داریم چون وقت دیگه کلا 25 دقیقه است. این مواردی که هست مثلا تعویضاتی که به عنوان دعا هست که تیربند هست، اینها سحره فقط، یعنی هیچ دعایی وجود نداره. شما از همون ابتدای مدارس دینی خوندید تا دوره حدیث، بخاری مسلم همه رو خوندید و تو دانشگاه کده حدیث هم که هرچی بوده خوندید. تا حالا موردی رو دیدید که اینجوری که این دعا برای تیربند کردن مثلا مناسبه؟ اگه می بود پیامبر میداد به صحابه تو احد و بعد ببندن که تیر اصابت نکنه بهشون. چیزی که در قرآن نیست، در حدیث نیست، در کتاب‌هایی که ما به قول یکی از دوستان شوخی میکرد از زمانی که چشم باز کردیم تو مدارس دینی بودیم تا حالا تو مدارس دینی هستیم، چون چیزی رو ندیدیم، نه در قرآن، نه در احادیث، نه در کتاب‌های فقهی، چون چیزی که اصلا وجود نداره. فقط در پیش انسان‌های شیاد و دعانویزهایی که واقعا شیاد هستند و ساحر هستند، پیش اونا بله میشه پیدا کرد. اما در قرآن و حدیث و کتاب‌های حدیثی و فقهی و کتاب‌های علمی چون چیزی پیدا نمیشه. این مورد جز موارد سحره. برای این که شما مطمئن باشید این تعویضی رو که به عنوان این که شما را بستند، یعنی این که در واقع تیر به شما اثر نکنه، اینو نمیدونه یا برنامه رو قطع بکنید یا اینکه بگند که وقت دارید که من دیگه مباحث ولی فکر کنم 5 دقیقه دیگه نمیتونیم بیشتر دیگه. من همین مورد فقط اشاره میکنم. اینو تعویضی که هست اینو مثلا بگیرند، این خود تعویضی رو که به عنوان تیربند هست، اونی که در خیلی از مناطق خیلی این مهمه و مردم بهش اعتقاد دارن، این تعویض رو بگیرن و عملا هم این گونه هست، عمل میکنه. کسی که این تعویض رو بر بدنش بسته، تیر بر اون اثر نمیکنه، نه کارد اثر میکنه، نه تیر تفنگ بهش اثر میکنه، هیچ چیزی بهش اثر نمیکنه. اما این در واقع سحره، همون جادویی که من قبلا عرض کردم و سحره، با استفاده از جن‌های کافر این عمل در واقع انجام میشه. بدین معنی اگر همین تعویض رو بگیرند، در یک جای بگذارن، اگر اینو حتی بر روی یک گوشت، یک تکه گوشتی رو بردارن، این تعویض رو روش ببندن، حتی تیر بر روی این گوشت هم کار نمیکنه. بر روی گوشت هم کار نمیکنه، هیچ تأثیری رو نداره. خب این تعویض رو بگیرن اینجا بر روی همین گوشت بذارن، ببینن تیر اثر میکنه یا نمیکنه. خب تیربند شده دیگه، اثر نمیکنه. بگیرن 3 نفر رو صدا بزنن
که قرآن بردارند، یک نفرشون سوره بقره رو بخونه، یک نفرشون سوره صافات رو بخونه، یک نفرش سوره دخان رو بخونه با صدای بلند، یک نفر دیگر هم بیاد اذان بگه، در همینجا با صدای بلند اذان بگه. الان وقتی که اذان میخونن این تعویض بسته، بزنن ببینن تیر میخوره یا اینکه نمیخوره، اثر میکنه یا نمیکنه، ببینه کارد واقعا میبره یا نمیبره. کاملا براشون ثابت میشه که هر چی جنی هست با سوره بقره و صافات و دخان و با اذان از بین میرن، فرار میکنن. این تعویض دیگه بی اثر میمونه، سحر باطل میشه، بی خاطر در واقع اثر نمیکنه. اینا سحر است، جادو هست، تعویض در واقع در این زمینه ما وجود نداره. و در همین نمیدونم چند دقیقه که باقی هست چند مورد از دعاهایی رو که ثابت از رسول الله صلی الله علیه و سلم اینو خدمت بینندگان عزیز من عرض میکنم، و چون که نمیخوام که یک برنامه دیگری بازم طولانی بشه، اگر مختصرا در مورد دعاهایی که اومده، در یکی از دعاها اومده که عملاً که برای بیمار مفید هست، که رسول الله صلی الله علیه و آله، حدیث حضرت عایشه از رسول الله صلی الله علیه و سلم وقتی که دعا میخوندن در صحیح بخاری و صحیح مسلم از یک دعایی رو میخوندن، انگشتشون رو با آب دهانشون خیس میکردن، انگشتشون رو با آب دهانشون خیس میکردن و میگذاشتن روی زمین، روی خاک میگذاشتن و این انگشت دوباره برمی‌داشتن روی محل درد، جایی که درد داشت اینو در واقع میگذاشتن و یک مقدار میماندیدن و این دعا رو میخوندن که بسم الله تربت ارزنا، بسم الله تربت ارزنا و بریقت بعضنا تشفی سقیمنا باذن ربنا. بسم الله تربت ارزنا بریقت بعضنا تشفی سقیمنا باذن ربنا. این یک دعایی هست که در حدیث رسول الله صلی الله علیه و سلم در واقع ثابت شده. یا دعای دیگری هست که در مورد بدخوابی، که انسان بدخواب هست یا خوابای بدی رو میبینه، در این زمینه اومده که رسول الله صلی الله علیه و سلم میفرمایند این دعا رو بخونید که اعوذ بکلمات الله التامات من غضبه و عقابه و شر عباده و من همزات الشیاطین و ان یحضرون. این دعا خیلی مفیده، این دعا رو بخونن. یا دعای دیگری هست اعوذ بکلمات الله التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر من شر ما خلق و برأ و ذرأ و من شر كل طارق الا طارق بخیر. این یکی از دعاها هست که از رسول الله صلی الله علیه و سلم نقل شده و دعاهای دیگری هم در این زمینه کاملا وجود داره. یکی از دعاهای خیلی معروف هست و در صحیح مسلم هست، این است که دست رو بر روی محل درد بگذارن، 3 مرتبه بگن که بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله و 7 مرتبه این دعا رو در واقع تکرار بکنند که اعوذ بالله و قدرته من شر ما اجد و احاذر، اعوذ بالله و قدرته من شر ما اجد و احاذر. و دعاهای دیگری هم در زمینه هستند که برخی از این دعاها رو من در هفته گذشته خدمت بینندگان عزیز بیان کرده بودم و شما اجازه نمیدید که من بیشتر از این مواردی رو عرض بکنم و شما بدونید با بینندگان سفره دل. ما دوست داشتیم که جناب مولانا بیشتر صحبت می‌کردیم، الان همین الان ما حدود نیم ساعت بیشتر از وقت معمول برنامه ادامه دادید. من تشکر میکنم از همه شما عزیزان و از شما جناب مولانا. فقط خداحافظی شما رو با بینندگان عزیز فرصت دارید. اون مطالبی رو که من عرض کردم در اینجا، من بنابر عادتی که در طرح مسائل دارم ابتدا از قرآن و احادیث رسول الله صلی الله علیه و سلم و اقوال اهل علم هست در این زمینه و تمام اینها مستند هست. اون مطالبی رو که من عرض کردم از قرآن هست، از آیات و احادیث رسول الله صلی الله علیه و سلم هست. من در این زمینه ذینفع نیستم که به خاطر نفع خودم این مطالب رو گفته باشم. اون کسانی که ذینفع هستند و تعویض رو تبلیغ میکنند اونا رو باید زیر سوال برد، نمایی که آیات رو از قرآن و از احادیث رسول الله صلی الله علیه و سلم بیان کردیم. اینا حقیقت و واقعیت هایی بود که در این چند هفته من در خدمت شما بودم و امیدوار هستم که الله متعال سنت ها را جایگزین بدعت ها بکند و بدعت ها و خرافات را از جامعه ما به صورت کلی در واقع بردارد. من خیلی تشکر میکنم از اینکه این چند برنامه تحمل کردید ما رو و تشریف آوردید و همچنین از شما بینندگان عزیز و تشکر خاص از عزیزان اتاق کنترل که وقت اضافی در خدمت ما قرار دادن برای ما و با همه شما عزیزان. الله تعالی شما رو الله نگه داره و حفظ بکنه. من صحبتام از بس عجله کردیم به هم ریخته. خدا یار و نگهدار شما تا برنامه بعد.